کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه‌ای که منبر شما عزیزان و بزرگواران هست و می توانید در اثنای این برنامه با ما تماس بگیرید و صحبت هاتون رو، دلگفته‌هاتون رو با ما در میان بگذارید. در شروع برنامه یک موضوعی رو دوست دارم خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان بکنم که ما هر روز جمعه رأس همین ساعت 6 به وقت مکه مکرمه در این برنامه زنده با شما عزیزان خواهیم بود و دوستانی که از برنامه‌های من، چه برنامه آن روز سکه که در روزهای سه‌شنبه ساعت 7 شب به وقت مکه مکرمه پخش میشه، چه این برنامه انتقاداتی دارن یا که حرفهایی برای گفتن دارن یا شبهاتی برایشان مطرح شده است یا که میخوان رو صحبتهایی که شده کامنت بگذارن، حرفی بزنن، بحث و گفتگوی دوستانه داشته باشیم، میتوانن در این روز، یعنی در روز جمعه زنگ بزنن. گرچه در روزهای سه‌شنبه هم خب یک مدت زمان کوتاهی رو ما اختصاص میدیم برای بینندگان عزیز، اما به خاطر تراکم تماس‌ها شاید همه عزیزان رو نتونیم بگیریم. در این روز شما عزیزان میتوانید زنگ بزنید و صحبتاتون رو داشته باشید. عده‌ای از برادران عزیز، بینندگان ما، بعد از صحبت‌های اخیری که حالا در مورد بعضی از شخصیت‌ها مانند سیاف و حسام الدین و اینها داشتم، خیلی برآشفته شدن و بعضیا پیام‌های خیلی زشت و زننده‌ای رو نوشتن و بعضی هم پیام‌های صوتی مملو از فحش و ناسزا فرستادن. در نخست به همه این عزیزان میگم که غفر الله لکم و لوالدیکم، الله سبحانه و تعالی شما و پدر و مادرانتان را بیامرزد. و اینکه یک انسان به فحش دادن، به توهین کردن، به اهانت کردن متوسل بشه، این نشان دهنده این است که خب این حرف ها یک تأثیری رو داشته. من از مدت ها، از موقعی که در شبکه وصال برنامه داشتم، عادت کردیم به این نوع برخوردها و در عربی یک مثل هست میگن که الصراخ به قدر العلم، داد و بیداد به اندازه دردی است که انسان میکشد و این یک چیز ایجابی است. شاید بعضی اینو جانب منفیش رو ببینن همیشه، اما من جانب مثبتش رو میبینم، چون وقتی یک انسان
با یک حرفهای اعتقاداتش متزلزل بشه، با یک حرفهای همه اون باورهاش متزلزل بشه، طبیعتاً یک عکس العملی باید نشون بده و این عکس العمل نشان دادن طبیعی است که طرف رو وامی داره به تفکر، به تعقل، به بحث، جستجو، تا که به حقیقت دست پیدا بکنه. به همین دلیل ما ناراحت نیستیم و اینکه این عزیزان این همه پیام فرستادند و توهین و اهانت کردن نشان میده که این برنامه تاثیر خودش رو داشته و این رو وادار میکنه ما رو که بیشتر به این موضوع بپردازیم، چون موضوعات مهم و حیاتی است برای خاصتا برای وطن عزیزمان، برای افغانستان. این رو هم خدمت شما عزیزان بیان بکنم که ببینید صحبت هایی که شده، به طور مثال اگر ما در مورد سیاف صحبت کردیم که انشاءالله در هفته آینده روز سه‌شنبه برنامه آن روزه که کلا در مورد سیاف و مولوی حسام الدین و جبهه مقاومت یا بغاوت یا سردمداران حکومت سابق، همه اینا انشاءالله صحبت های مفصلی رو خواهیم داشت. منتها یک نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ببینید درد ما نه طالبا هستند و نه غیر طالبا. ما هدف ما، پیام ما، بارها هم تکرار کردیم در این برنامه این است که ما در افغانستان دیگر جنگ نمیخوایم. بس است برادر کشی، بس است افغان کشی. بیایید به جای دعوت به سوی جنگ، دعوت به سوی خونریزی، دعوت به سوی نمیدانم مقاومت و بغاوت و جبهه فلان و جبهه علان، بیایید گفتگو بکنیم، بیایید با هم بنشینیم، بیایید مشکلات خودمون رو حل بکنیم. حتما نیاز نیست که همه ما رئیس جمهور باشیم، همه ما حاکم باشیم، همه ما وزیر باشیم، همه ما صاحب سلطه باشیم. اگر که هموطنان ما 30 سال قبل با هم می نشستن و مشکلات خودشون رو حل می کردن، اگر حکمتیار قبول می کرد که مثلا مسعود مسئول باشه در افغانستان، یا اگر مسعود قبول می کرد که حکمتیار هم در کنارش باشه، اگر سیاف این رو قبول می کرد، اگر هزاره مثلا تاجیک رو قبول می کرد، اگر پشتون ازبک رو قبول می کرد، اگر هم دیگر پذیری می بود، اگر گذشت می بود، اگر به خاطر قدرت و به خاطر سلطه و به خاطر چوکی به جان هم دیگر نمی افتادن، نه این همه افغان در به در می شد، نه این همه افغان کشته و زخمی می شد، نه این همه مهاجر رو در به در داشتیم. دوستان عزیز باور بکنید، یعنی من یک روز در سفارت افغانستان در آنکارا یک روز برای ملاقات یک از دوستان رفته بودم. در یک روز بیش از 281 راپور طبی از وزارت بهداشت یا وزارت صحت عامه ترکیه آمده بود که بیش از 281 جسد جوان افغانی را که در دریاها غرق شده بودند گارد ساحلی ترکیه آورده بودند، در یخچال‌های بیمارستان‌های ترکیه هست و اوراق اینا رو فرستاده بودن به سفارت افغانستان برای تثبیت هویت و برای غیر مسائل. خب این جوانهای ما چرا باید مملکت رو ترک بکنن؟ باور به خدا بکنید که یک جوانی که در آبهای یونان غرق میشه، یک جوانی که در جنگل‌های فرانسه و آلمان و ایتالیا و اینجا خوراک حیوانات وحشی میشه، یک جوان افغانی که در مرز بین ایران و ترکیه در بین برفها یخ میزنه، جان میده، باور کنید ارزش این جوان بر 1000 تا مولوی حسام الدین و 1000 تا سیاف و 1000 تا حکمتیار و 1000 تا این خائنین و جنایتکاران و وطن فروشان بیشتر است. مادری است که امروز در افغانستان نشسته که فرزندم میخواد بره اروپا که برای او خرج بفرسته. پدر پیری در افغانستان در کلبه خاکی و کگیلی خودش نشسته که فرزندش میخواد بره، مهاجر شده در ایران یا در ترکیه یا در اروپا، برای اونها کرای خانه و خرج بخور نمیرشان رو بفرسته.
اما آنها تا هنوز بعضیشون خبر ندارن که فرزندانشان در آب غرق شدن. چه تعدادی از اینها خوراک نهنگ‌ها و ماهی‌ها شدن که اصلا جسدشان هم به دست نیامده. چه تعدادی در برف‌های کوه‌های پر از برف بین ایران و بین ترکیه دفن شدن که کسی اصلا آثار اونها رو به دست نیاورد. چه تعدادی از اینها به دست قاچاقبران و تاجران انسان فروش افتادن که تیکه تیکه شدن، فیلماشون رو دیدید، گوش و بینیاشون رو بریدن به خاطر پول. از برای خدا چرا این جوانان ما باید بدبخت باشن؟ چرا؟ به خاطر اینکه 4 تا جنایتکار، قلدر، غاصب، بیدین، بیشرف، بیوجدان سر قدرت بیایند. هزار لعنت باد به این قدرتی که اینها با خون جوانان ما به دست آوردن و میخواهند دوباره به دست آورن. دوباره باید مردم پنجشیر و مردم پروان و مردم شمالی و مردم هزاره و ازبک و تاجیک و ترکمن و پشتون و غیره باید خون بدن تا که دوباره همین استادت‌های وطن فروش، خائن، دزد، سیاف، جنایتکار، اینها دوباره بیان در افغانستان، دوباره برادرزاده سیاف باز دوباره همون زمین فروشی و باز دوباره همون فریبکاری و باز همون رهگیری و باز همون پاتک و باز دوباره همون جنایتکارا. بس است دوستان عزیز، یک بار اینا رو تجربه کردیم، یک بار 20 سال به اینها وقت دادیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود. وقتی که مثلا یک جا یک سوراخی رو دید که یک بار از اینجا یک ماری، گژدمی، چیزی از اینجا خارج شد و او رو نیش زد، میاد این سوراخ رو میبنده. این صفت مؤمن است. ما که از اینها 10 مرتبه گزیده شد ملت ما. از برای خدا ربانی میشد رئیس جمهور، حکمتیار میشد صدر اعظم، این میشد وزیر دفاع، اون میشد وزیر خارجه، این میشد. بابا میبردید، میخوردید، چور میکردید این وطن رو، اما نمیکشتید. چقدر وطنان عزیز ما در کابل به خاطر راکت پرانی و جنگ های داخلی اینها کشته و زخمی شدن و همچنین در بقیه ولایت ها. به خاطر چی؟ به خاطر که خان صاحب باید به قدرت برسه، این آقا باید رئیس جمهور باشه، این باید صدر اعظم باشه، این باید صاحب قدرت باشه. یکی به دیگری تن ندادن. اگر رفتن با بدترین کفار و جنایتکارها و دشمنان افغانستان دستشان را در دست آنها گذاشتن، فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه به قدرت برسن. در 20 سال که اینا در قدرت بودن، در کنفرانس بن رفتن افغانستان رو فروختن، ناتو آمد، 40 کشور کفری آمد، آمریکا آمد، میلیاردها دلار پول در افغانستان، بیش از 800 میلیارد دلار پول در افغانستان سرازیر شد. اما اینها با این پولا چی کار کردن؟ گزارشی که اخیراً شنیدید در چند روز گذشته، پسر عطا محمد نور 10 میلیون دلار، نمیدونم رحمانی 8 میلیون دلار، فلانی 6 میلیون دلار، فلانی 5 میلیون دلار. دوستان عزیز، میلیون دلار ما داریم صحبت میکنیم. رفتن در دبی برای خودشون آپارتمان خریدن، ویلا خریدن، تجارت میکنن، بزنس میکنن. احمد ولی مسعود با سوء استفاده از نام احمد شاه مسعود امروز میلیون ها دلار رو داره با حیف و میل میکنه در دبی و در کشورهای دیگر. باز دوباره همین مردم داد میزنن از مقاومت که دوباره مردم خون بدن، جوانان ما کشته بشن، جوانان ما زخمی بشن، باز میلیون ها نفر انسان در به در بشن. مگر اینا زن و بچه‌شان در افغانستان است؟ مگر اینا وقتی که جنگ بشه، خانه های مردم آتیش بگیره، خانه ها موشک باران بشه، بمباران بشه، مگر زن و بچه اینا کشته میشه؟ در زمان جنگ های تنظیمی هم زن و بچه اینا در زیر بمب و راکت نبودن؟ الان هم نیستن. دخترای اینها، دخترای استاد ربانی امروز بهترین رستوران های لاکچری و لوکس رو در دبی درست کرده با سرمایه میلیون ها دلار. اما به خاطر که ربانی باید رئیس جمهور باشه در افغانستان، هزاران نفر از جوانان رعنای ما کشته و زخمی شدن. امروز دخترایشو ببینید، سرلخت، بی اجاب، بی حیا، در کشورهای در دبی، در اروپا، در آمریکا مشغول عیاشی و فسق و فجور و تجارت خودشان هستند. اینها فرزندانشان، زن و بچهشان را اگر بیارند کنار خودشان در سنگر، آن وقت ما میگیم والله شما مرد هستید، شما بیاید ما در کنار شما وای میستیم.
اینها شما رو تشویق به بغاوت میکنن، تشویق به مقاومت میکنن، به خاطر اینکه دوباره برگردن سر همون خانه هایشان، دوباره برگردن سر همون قصرهایشان، دوباره از خون ملت. همه تجارت جنوب غرب به دست اسماعیل خان و دار و دستش بود. همه تجارت شمال غرب از بلخ گرفته تا حیرتان و فاریاب و سرپل اینجا به دست دوستم و استادت‌ها بود. هر والی، هر آمری، هر قماندانی، هر تنظیمی که در هر جای حاکم شده بود فقط خوردند و بردند و برای خودشان آرگا بارگا و زندگی در خارج درست کردند. امید مردم به تکنوکرات ها و نمیدونم این خائنین بیدین منافقی که در اروپا و امریکا بود که اینا لااقل رفتن اونجا یک چیزی یاد گرفتن، دموکرات شدن، حقوق بشر رو میدانن، از همه بیشرفتر اینا از آب در آمدن. هر کدامشان به نوبه خود بردن، هر کدامشان به نوبه خود دزدیدن از حق یتیم، از حق بیوه‌زن، از حق این ملت مظلوم و بیچاره. بعدش هم افغانستان رو بدون سرپرست، بدون نیروی امنیتی، بدون پلیس، بدون ارتش، بدون همه چیزو بردن. باور کنید پولهایی رو که اینا از تشناب ها و از توالت ها و از آشپزخانه ها و از سالن های قصرهای اینا از کابل پیدا کردن میلیون ها دلار میشه، اینایی که نتونسته بودن ببرن. پس آیا امروز دوباره ما میخواییم که اینها بیان و ملت دوباره بجنگن به خاطر که این آقایان طالب و به اصطلاح رسمیت نمیشناسن یا طالبا پشتون هستن یا که اینها تاجیک هستن؟ باور کنید مسئله پشتون و تاجیک نیست. در بین طالبان تاجیکا هستن، در بین اینها هم پشتونا هستن. مسئله درد اینا، دردشون قصرهایشان هست، دردشان تجارتهایشان هست، دردشان زمینهایی است که از پول ملت بیچاره برای خودشون اونجا سرهم کردن. اینا دلشان به حال ملت که نمیسوزه. من تعجب میکنم از جوانی، از انسانهای عاقلی فهمیده‌ای که باور کنید یکی کامنت گذاشته بود، رفتم صفحه‌شو در فیسبوک دیدم، پروفایلشو دیدم، مطالبشو دیدم. سبحان الله، این امین آدمی است که اینجا کامنت گذاشته. چرا باید تعصب قومی، تعصب سمتی، تعصب مذهبی اینها سبب بشه که ما حق رو قبول نکنیم؟ ما از هیچ کس طرفداری نمی کنیم. امروز باور کنید، من در یک از برنامه ذکر کردم، من در زمان جنگ‌های داخلی فریاد یک پیرمرد کابلی رو حکایت 30 سال قبل با گوش خود شنیدم که میگفت خدایا بنده نگه داشتن اگر همین طور است ما رو به حال خود ما رها کن. کفر میگفت، گفت خدایا یهود بیاید، نصارا بیاید، مشرکین و بت پرستا بیاین ما را از شر مسلمان ها خلاص بکنن. مگر صدها خواهر ما در کابل به خاطر فرار از دست این خائنین، این جنایتکاران مجاهد نما که میخواستن به او تجاوز بکنن، خودشان از بلند منزلا پایین ننداختن، خودکشی نکردن؟ خب اینا اولادای همونا هستن. چی تغییر کرد؟ در این 20 سال حقوق بشر ادعا کردن، سازمان ملل آمد، یونسکو آمد، یونیسف آمد، نمیدانم IRC آمد، همه این کمیته های خارجی آمدن، اینجا آمدن، اما اینا انسان نشدن. همون وحشیایی که بودن مگر تغییر کردن؟ پس برادران عزیز، اگر به شما بر میخورد، ناراحت میشید، عصبانی میشید، یک کمی در حرفهای ما دقت بکنید. ما نمیگیم که طالب خوب است، این بد است، این بابا جان خوب است یا بد است. امروز یک حکومتی هست که مردم از دست حکومت گذشته به سطوح آمده بودن، میگفتن یهود و نصارا بیاد، المهم اینا نباشن. باور به خدا بکنید، من خیلی از کسایی که در زندان ها بودن میگفتن ما خدا دعا میکردیم خدایا ما را از زندان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت پیشین، نجات بده و ما را به گوانتانامو میبرن، به هر جایی که میبرن، به کوبا میبرن، به زندان آمریکایا در قندار میبرن، ببرن منتها از دست اینها نجات پیدا بکنیم. چون ظلم و ستمی رو که اینها میکردن، باور کنید آمریکایا نمیکردن. پس هدف ما این است که نه از کسی تعریف میکنیم و نه از کسی تمجید میکنیم. من تندترین انتقادهایی رو که من داشتم بر علیه حکومت امارات اسلامی و بر علیه طالبان و عملکردهایشان، شما بارها دیدید در صحبتها بوده.
لکن جنگ نکنیم. حرف ما این است که مولای اسلام الدین میاد میگه که جنگ بر علینا فرض است. وقتی که ما میگیم بی حیا، میگوید که این حکومت بی حیایی است، این حکومت فحشاست. بابا جان، حکومت بی حیایی، حکومت فحشا که تو بودی و همکاران و همدستان و همفکران تو بودن. در دوران جمهوریت لوای سرعدی در تخار، در بدخشان، در قندوز، در بغلان، در بیشتر ولایت های بزرگ به دختران 4 سال و 5 سال تجاوز کرده بودن. ما پخش نکردیم اخبارشو و طالبان پخش نکردن. BBC و صدای آمریکا پخش کرد. همه ملت هم شاهد هستند. پلیسی که باید جان مردم رو حفاظت میکرد، مال مردم حفاظت میکرد، این جان مردم هم دست اینا به عذاب بود، مال مردم، عزت و شرف و ناموس مردم هم به عذاب بود. زورگیری ها، قتل ها، اختطاف ها، هر روز یک اختطاف میشد، هر روز کودکی کسی رو میبردن. 4 تا اختطافچی رو طالبان آمدن در شروع سال اول حکومتشان اعدام کردن و پایه برق آویزان کردن. بعد از اینکه کسی جرأت کرد که اختطاف بکنه. ببینید، ما امنیت میخوایم، جنگ نمیخوایم. مشکلات ما را از راه مسالمت آمیز حل بکنیم، گفتگو بکنیم، به نظریات، به اعتقادات همدیگر احترام بگذاریم. این هم خوب میشن. باور کنید، من در شروع آمدن طالبان در یکی از برنامه گفتم که حکومت داری مثل مدرسه داری نیست. در شروع که اینا آمده بودن فکر میکردن که افغانستان یک مدرسه دینی است، ما هر طوری که خواستیم اداره میکنیم. در مدرسه دینی هر نصابی که تو خواستی مردم گوش میکنن، هر حرفی که تو زدی به تو لبیک میگوین، هر کاری که تو کردی کسی اعتراض نمیکنه، چون مدرسه دینی هست تو هم رئیس مدرسه دینی هستی. اما رئیس حکومت که شدی، این مدرسه دینی نیست. در این مملکت کافر هست، در این مملکت هندو هست، در این مملکت شیعه هست، در این مملکت حنفی است، سلفی است، علفی است، ملحد است، مشرک است، هر جور انسان است. وظیفه یک حکومت ایجاد امنیت، عدالت اجتماعی، اخوت، برادری، برابری، شایسته سالاری و دارن روز به روز دارن مجبورن که تغییر بکنن. و الا من بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، در هر برنامه اینو گفتم، اگر که اینها به ملت احترام نگذارن، اگر صدای ملت رو نشنون، اگر اعتراضات ملت رو به عین اعتبار نبینند، بارها این شعر استاد خلیلی رو گفتم و بازم تکرار میکنم که دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بر آن دولت که ملت را ندید. وای بر آن دولتی که 20 سال با کمک بیش از 155 کشور خارجی که ماهانه یعنی میلیاردها دلار کمک میکردن، بی حساب و بی کتاب، و صدها هزار نیروی امنیتی خارجی و داخلی هم داشتن، عاقبت چنان فرار کردن که در 24 ساعت آثارشان هم در افغانستان نماند. دولت نجیب، دولت کمونیستا، با وجودی که یعنی منظمترین، مسلحترین اردوی افغانستان در طول 100 سال اخیر اردویی بود که دکتر نجیب داشت. چی شد؟ در مقابل ملت تانست مقاومت بکند؟ اتحاد جماهیر شوروی، تصور اتحاد جماهیر شوروی، شد خیلی از شما عزیزان اتحاد جماهیر شوروی رو تصویر ذهنی هم نداشته باشید. یعنی شما تصور کنید اتحاد جماهیر شوروی که میگیم از سرحد چین تا سرحد ایران، از سرحد افغانستان تا قطب شمال، این اتحاد جماهیر شوروی بود. صدها کشور و جمهوریت ها رو در بر گرفته بود. تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، داغستان، چچنستان، اوکراین، بلاروس، بلاک شرق تا قفقاز، این طرف تا بلغارستان و نمیدونم گرجستان و چکسلواکیا و همه این کشورها، حتی تا یمن جنوبی، همه اینا بلاک شرق گفته میشد، کشورهایی که معتقدات مارکسیستی و کمونیستی رو اجرا میکردن. اما چی شد؟ در مقابل عزم و اراده یک ملت پابرهنه‌ای که هیچی نداشت، نیست و نابود شدن. همین آلمان امروزی 2 کشور بود، آلمان شرقی، آلمان غربی. آلمان شرقی کمونیستی بود، آلمان غربی به اصطلاح فیودالیستی بود، در بلاک غرب بود، با ناتو بود.
همین آلمان، همین برلین از وسطش 2 قسمت شده بود، دیوار بود. همه این دیوارها، همه این تقسیمها، همه این قدرتها، کشوری که اتحاد جماهیر شوروی، یعنی میشه گفت در حدود شاید که 100 میلیون 200 میلیون نیروی نظامی داشتن، موشک‌های بالاستیک، بمب‌های اتم، راکت‌های اتمی، چی شد؟ همه نابود شدن چون ملت‌ها رو ندیدن. قدرت اصلی در دست ملت است. امروز اگر طالبا هم ملت رو نبینن، امروز اگر طالبا هم به آرای مردم احترام نگذارن، چون در سایه حکومت اسلامی، من بارها گفتم بازم تکرار میکنم، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنون، بارها گفتیم بازم تکرار، در حکومت اسلامی، در سایه حکومت اسلامی کفار زندگی میکنن. یعنی چی؟ یهودی، نصرانی، آتش پرست، بت پرست، بودایی، هر گبر و ترسایی زندگی میکنن. با اونا میگن اهل ذمه. اهل ذمه کسانی هستن که مسلمان نیستن، در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنن. در حکومت اسلامی اگر یک مسلمانی که امام مسجد باشد، 5 وقت نمازش هم در جماعت بخواند، روزه بگیرد، حج بکند، صدقه بدهد، همه فقرای دنیا را اطعام بکند، اما این انسان 1 نفر کافری رو که در اهل ذمه باشد و در سرزمین اسلامی زندگی میکرد به ناحق بکشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بوی بهشت به دماغش نمیرسد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که اگر پای یک الاغی در پلی که در اهواز است، فکر کنید مدینه کجا، اهواز کجا، حدود 3-4 هزار کیلومتر فاصله، در یک پلی که بنابر سهلنگاری حکومت عمر ترمیم نشده باشد، ساخته نشده باشد، در یک سوراخی برود و بشکند، عمر پیش خدا پاسخ میدهد. عدالت یعنی این، ار خونی که ریخته شود، ار ظلمی که شود، ار جنایتی که شود، امیرالمومنین، حکومت، رئیس جمهور، حاکم، پادشاه در پیش خداوند جواب میدهد. والله که بگم من خبر نداشتم، خبر نداشتی برادر، برو کنار. خبر نداشتی تو لایق رهبری نیستی، خبر نداشتی تو نمیتوانی حکومت بکنی. حاکم مسلمان باید از هر صغیره و کبیره جامعه با خبر باشد. حاکم یکی از ولایت‌های یکی از کشورها رو که من اونجا سفر کردم، تمیزی، نظم، انضباط، تعجب کردم. دوستی داشتم در شورای شهرداری اون شهر بود، با اون نشستم، مهمانش بودم، گفتم این شهر شما با بقیه شهرهای این مملکت چرا اینقدر متفاوت است؟ این همه نظم، این همه تمیزی. گفت امیر منطقه ما یا حاکم یا همون شهردار منطقه ما 200-300 نفر کارمند خاص دارد. کارمندهای اینها کارشان چی است؟ هر کدامش یک دوربین دستش است، دوربین فیلم برداری، عکس برداری. در شهر 24 ساعت وقت نداره، یکیش شب میگرده، یکیش روز میگرده، یکیش صبح میگرده، یکیش عصر میگرده، در شهر میگردن. اگر دیدن جای لوله آب ترکیده، کسی درستش نکرده، عکس میگیرن، مربوط وزارت آبیاری مثلا. جای دیگه مثلا برق خاموش شده، لامپ خیابون کار نمیکنه، عکس میگیرن، مربوط وزارت برق. اینجا مثلا دیوار فلان چیز شده، اینجا خیابون ترک برداشته، اینجا چاله است، اینجا حفره ای است، در اینا رو عکس میگیره. میگه هر هفته، آخر هفته، در روز پنجشنبه جلسه داره با نمایندای همه ارگانهای دولتی، پلیس است، نمیدونم شهرداری است، وزارت ها، وزارت برق، همه اینا. بعد این عکس‌ها مرتب میشه توسط اون گروه 200 نفره‌ای که داره، مثلا 10 تا عکس مربوط به وزارت برق میشه، پرت میکنه جلوی مسئول وزارت برق. این چه وضعشه؟ میگه از ترس این 200 نفر، از ترس این 200 نفر، میگه مسئولین ارگانهای دولتی شب و روز میگردن که نشه جای یک اشکال کوچیکی باشه که افراد این شهردار یا استاندار یا والی عکس بگیرن و بیارن به این نشون بدن که والا فلان وزارت این کوتاهی رو کرده. حکومت داری یعنی این. ما که میگیم عدالت خلفای راشدین، عدالت نمیدونم عمر ابن عبدالعزیز، عدالت اورنگزیب، عدالت فلان پادشاه، به خاطر چی؟ به خاطر همین که از حال مردم با خبر بودن. در جای اعتراضی میشه، در جای کسی حرفی میزنه، در جای کسی دردی داره، حکومت باید بشنوه. از برای خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز
صحابی رو صدا کردن بیا اینجا. بفرمایید یا رسول الله این چه وضعش است؟ چرا زیاد بار میکنی سر این شترت؟ یا رسول الله چی کار کنم؟ خب یک شتر دارم بار بعد این بیش از حد بار نکن، پیش خدا مسئول هستی. این شتر به من شکایت کرد که تو به این زیاد بار میکنی. چشم یا رسول الله بعد از این زیاد بار نمیکنم. ای مردم اگر میخواید گوسفندی رو، گاوی رو، شتری را ذبح بکنید کارتون رو تیز بکنید، زود ذبحش بکنید، زجر کش نکنید. دین ما دین رحمت است. دین ما حتی به حیوانات احترام میگذاره. شاخه درختی رو قطع نکنید. پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه رو میفرستادن برای جهاد، میگفتن شاخه های درختان سبز رو قطع نکنید. امروز شاخه درخت سبز رو بگذار، خود درخت سبز رو بگذار، شهری رو میرن نابود میکنن، خانواده هایی رو میان از دم تیغ میگذارانن. رئیس جمهور و حاکم و امیرالمومنین و رئیس ککش هم نمیگزه هیچ اصلا، انگار نه انگار اتفاقی در مملکت نیفتاده. این که حکومت داری نیست. این حکومت، ببینید اسلام روزی که در خیمه لوی جرگه گفتن جمهوری اسلامی افغانستان، والله من در جمع یک دوستان گفتم ای کاش اسمشو جمهوری اسلامی نمیگذاشتن. برادری دستاورد سیاف صاحب است، محسنی صاحب است، اینا اصرار کردن که بزرگترین خیانت به افغانستان این بود که اسمشو گذاشتن جمهوری اسلامی افغانستان، چون هر چی که شد به جام اسلام تمام میشه. بزرگترین خیانت این است که گذاشتن اسمش جمهوری اسلامی ایران، چون مردم امروز از اسلام متنفر شدن به خاطر جمهوری اسلامی ایران. حکومت اسلامی ما نداریم که گفته باشن الخلافت الاسلامیه الابوبکریه، الخلافت الاسلامیه العمریه، الخلافت الاسلامیه العثمانیه، الخلافت الاسلامیه العلویه. نداریم این چیز. نگفتن السلطنه الاسلامیه الغزنویه، السلطنه الاسلامیه السلجوقیه. نداریم، چون اسم مهم نیست. تو اسمشو هر چی میخوای بگذار. در اسلام معیارهای یک حکومت، ویژگی‌های یک حکومت مهم است. عدالت مهم است، برادری مهم است، مساوات مهم است. نه اینکه اسمشو بذار جمهوری اسلامی، اسمشو بذار امارت اسلامی، در اونجا تبعیض نژادی باشه. پشتون بر تاجیک برتری داشته باشه، تاجیک بر پشتون برتری داشته باشه، عرب بر عجم برتری داشته باشه، عجم بر عرب برتری داشته باشه. این اسلامی نشد، این مشرکی شد. صحابه در جای با هم دیگه سر یک مسئله دعواشون شد. 2 تا دلو انداخته بودن در چاه، یک نفر از مهاجر بود، یک نفر از انصار. اینا دلوا به هم دیگه گره خورد. وقتی که بیرون میکشیدن یک دلو اومد بالا، یکیش کنده شده بود. چون این گره خورده بود به هم دیگه، مهاجر گفت این مال منه، اون انصاری گفت نه مال منه. افتادن به جان هم دیگه. این کسی که از مهاجرین بود صدا کرد یا للمهاجرین، همه مهاجرین جمع شدن. این انصاری هم صدا کرد گفت یا للانصار، همه انصارا جمع شدن، یعنی اهل مدینه و اهل مکه. پیامبر دوان دوان در حالی که ردای مبارکشان به روی زمین کشیده میشد آمدن گفتن دعوها فانها منتنه، انها دعوت الجاهلیه. این شعار جاهلیت است، این شعار گندیده و بویناک است. امروز اگر ملاست، اگر شیخ الاسلام است، اگر حاکم است، اگر طالب است، اگر مجاهد است، اگر امیرالمومنین است، اگر در پیش او یک پشتون عادی در مقابل یک تاجیک دیندار و متقی برتری داشته باشد به خاطر اینکه او پشتون است، این حاکم مسلمان نیست. چون در نزد الله متعال برتری تقوا و پرهیزگاری است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر یک برادر تاجیک ما امروز از طالبا بدش میآید به خاطر اینکه پشتون هستن، فقط به خاطر اینکه پشتون هستن، و از یک تاجیک فاسق و فاجر خوشش میآید به خاطر اینکه تاجیک است، این انسان مسلمان نیست. این انسان، این دعوای جاهلیت است، این دعوای زمان مشرکین است. ببینید هر وقت در خود ما این حس را ایجاد کردیم که
یک پشتون، یک تاجیک، یک هزاره، یک ازبک، یک ترکمن، یک روسی، یک آمریکایی، یک مغول، به خاطر اینکه متقی و پرهیزگار است، من او را از برادری که از پدر و مادر من به دنیا آمده است اما فاسق و فاجر است بیشتر دوست داشتم، آن وقت بدانید که شما مسلمان حقیقی و واقعی هستید. روسا آمدن در افغانستان 2 حزب درست کردن، یکی خلق یکی پرچم. خلقی ها بیشتر پشتونا بودن، پرچمی ها بیشتر تاجیک ها و ازبکی ها و بقیه بودن. بعد یک حزب دیگری درست کردن به نام ستم ملی، بیشتر وابسته به چین بود اما همه از یک جا آب میخورد. اینها بیشتر تاجیکا بودن، بیشتر در سمت بدخشان و اینجا فعالیت داشتن. چرا روسا آمدن، کمونیست آمدن 3 حزب درست کردن؟ چون سیاست این بود که اختلاف انداز و حکومت بکن. حفیظالله امین یک کمی بیرایی کرد، توسط ترکی کشتنش. ترکی میبخشید یک کمی بیرایی کرد، توسط حفیظالله امین کشتن. حفیظالله امین حرفشان رو یک کمی گوش نکرد، توسط ببرک کارمل کشتنش. همینطوری یکی دیگری رو تصفیه میکرد در بین خود کمونیستا. مجاهدین آمدن، این تنظیم پشتوناست، این تنظیم تاجیکاست، این تنظیم نمیدونم طرفدار ظاهرشاست، این تنظیم نمیدونم سمت شمال است، این تنظیم سمت جنوب است، این تنظیم ازبک است، این تنظیم ترکمن است. مجاهدین مسلمانای ما. حالا تازگی در بین طالبان هم همه چیز، این طالب پشتون است، این طالب قنداری است، این طالب هلمند است، این طالب نمیدونم فلان است، طالب بدخشی برای خودش یک ساز میزنه، طالب نمیدونم فلانجا برای خودش. نباید این گونه باشه. همه ما برادریم. انما المؤمنون اخوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز حجة الوداع در آخرین وصیت‌های خود برای امت چی گفتن؟ هیچ عربی بر هیچ عجمی، هیچ عجمی بر هیچ عربی، هیچ سیاهی بر هیچ سفیده، هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی، هیچ کسی بر اساس نژاد و قوم و قبیله و زبان بر هیچ کسی برتری ندارد مگر به تقوا. همه این دعواهای جاهلیت که بود زیر پای من است. و بارها گفتیم ابلیس، شیطان، به خاطر چی از جنت اخراج شد؟ به خاطر چی شیطان شد، ابلیس شد، مطرود الله متعال شد؟ چون تنها مسئله سجده به آدم نبود. اصل هدف اصلی که در ورای عدم سجده او به آدم بود چی بود؟ خلقتنی من النار و خلقته من الطین. مرا از آتش آفریدی، او را از خاک آفریدی. یعنی خودشو برتر دید. هر پشتونی که امروز خودشو برتر میدانه بچه ابلیس است. هر تاجیکی که امروز خودش رو برتر میدانه بر اساس نژاد و قوم فرزند ابلیس است. هر ازبکی، هر ترکی، هر عربی که خودش رو برتر از انسانهای دیگر بداند، نژادش را، زبانش را، قومش را، این شاگرد ابلیس است، اولاد شیطان است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این صحبت هایی بود که در مورد کامنت ها میخواستیم بکنیم، به اینجا رسید. یکی از مواردی رو که من میخوام امشب خدمت شما عزیزان بیان بکنم، چون امروز صبح یکی از دوستان با ما در میان گذاشتن. ما در افغانستان شخصی رو داریم به نام قاری عبدالکبیر حیدری. دوستان اگر که سفر رو نشون بدن. قاری عبدالکبیر حیدری یکی از قاریان معروف افغانستان است، از قاریان بین‌المللی، در مسابقات بین‌المللی شرکت میکنن و طبق آماری که من گرفتم مدرسه ای هم دارن به نام دارالقرآنی که است که در اونجا فرزندان سنی و شیعه میرن درس قرآن کریم میخوانن. فکر کنم مدرسه دیگر هم به نام مدرسه ام المؤمنین عایشه دارن که در اونجا برای فرزندان اهل سنت درست کردن. همه این کارها کارهای خوبی است که کردن. قاری هستن، حافظ قرآن هستن، صدای خوب دارن، در به نام افغانستان در مسابقات بین‌المللی شرکت کردن. همه اینها چیزهای خوب. امروز یا 2 روز قبل در صفحهشان دوستان عزیز نشون بده، اینجا یک اپلیکیشنی رو اعلان کردن که تلاوت 30 جزء کامل به روش‌های تدویر و حدر در یکی از بزرگترین نرم افزار بین‌المللی قرآن اضافه شد. تلدوی زمون گران افغانستان. این ویدیویی هم از این اپلیکیشن گذاشتن در اینجا به نام قرآن هادی. این رو اعلان کردن. خب هر کس حق داره در صفحه خودش هر چی دوست داره اعلان بکنه برای هر کسی که دوست داره تبلیغات بکنه. اما ایشان یک قاری معروف منتسب به افغانستان هستند.
شیعه هستن، شیعه اثناعشری هستن. ما بارها گفتیم با عزیزان شیعه‌ای که شرک نورزن، به صحابه لعن و نفرین نکنن، تکفیر نکنن، به امهات المؤمنین توهین و اهانت نکنن، ما با اونها برادریم، اونها برادران ما هستن، باهاشون کاری نداریم. اما به مجرد این که شرک بورزن، به صحابه توهین و لعن و نفرین بکنن، به امهات المؤمنین توهین، لعن، نفرین و اتهام وارد بکنن، در اون صورت برادران ما نیستن. خداوند در دنیا و آخرت این گونه برادران رو لعنت بکنه. این عقیده ماست و بارها گفتیم که عقیده اهل سنت و جماعت، عقیده اسلام، عقیده توحید، قرآن و سنت برای ما خط قرمز است. کسی خوشش میاد بیاد، کسی هم خوشش نمیاد سرشو بزنه به دیوار. میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، صوفی باشه، هر کسی که میخواد باشه. ایشان در صفحهشان از این اپلیکیشن پرده برداری کردن، تبلیغات کردن که این اپلیکیشن رو چیز کنید. خود طبیعتاً چون شخصیت معروف است، قاری معروف است، هزاران نفر، صدها هزار نفر شاید این پست رو شیر بکنن، ببینن و این اپلیکیشن رو دانلود بکنن، در موبایل هایشون از اون استفاده بکنن. جناب قاری صاحب عبدالکبیر حیدری، شما شیعه هستید، در افغانستان زندگی میکنید. تا جایی که من شنیدم از دوستان و کسانی که شما رو میشناختن، انسان متعصبی نیستید و به دنبال مسائل شیعه و سنی هم نیستید، مشغول قرآن کریم و درسای خودتان هستید و این یک امر نیکوست. ای کاش همه برادران ما همین گونه باشن. ما هیچ وقت هیچ سنی به هیچ یک از امامان شما توهین نمیکنه. چرا؟ چون ما در هر نمازمون در هر تشهدش اگر به اهل بیت پیامبر که علی و حسن و حسین و فاطمه و محمد باقر و زین العابدین و جعفر صادق و علی نقی و تقی و الی آخره غیر از امام مهدی که ما میگیم به دنیا نیامده و در آخر زمان به دنیا میاد، به اینها اگر درود و سلام نفرستیم ما سنی نیستیم، مسلمان نیستیم. صلوات ما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. آل محمد کیا هستن؟ اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قدم اول که همسرانش هم در او داخل میشن. هیچ کس از اهل سنت به بزرگان دینی شما توهین نمیکنه و اگر روزی از کلینی و مجلسی و قومی و غیره یاد میکنیم و اونها رو لعن و نفرین میکنیم، به خاطر این است که اونها اصحاب پیامبر رو تکفیر میکنن، ام المؤمنین عایشه رو متهم به زنا علیاذ بالله میکنن، به خاطر اون از اونها متنفریم. که شما که یک شخصیت معروف بین المللی هستید، یک شخصیت معروف ملی هستید در افغانستان و دوست دارید قرآن رو، علوم قرآن رو، عیب است برای شما که همچین یک اپلیکیشنی که در این اپلیکیشن تفاسیر شیعه است که در این تفاسیر ام المؤمنین عایشه صدیقه رو متهم به زنا میکنن، متهم به زنا علیاذ بالله، محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم به زنا میکنن. همچین اپلیکیشنی رو شما بیاید در صفحه خودتون در فیسبوک براش تبلیغ بکنید یا صدای شما رو به عنوان یکی از قاریان این اپلیکیشن بگذارن. اگر شما ذره غیرت داشته باشید، ذره شرافت و وجدان داشته باشید، ایمان داشته باشید، راضی نمیشوید که صدای شما در کنار کتاب‌های تفاسیری که از شیعیان هست و در آن حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم متهم به زنا شده است، در اونجا صدای شما باشد. چه برسد به این که شما این اپلیکیشن رو بیارید در صفحه خود در فیسبوک برایش تبلیغ بکنید. قاری صاحب عبدالکبیر، فراموش نکنید که افغانستان یک کشوری است که 90% اهل سنت است. 90% به خاطر عقیده و ایمانش، به خاطر صحابه، به خاطر عایشه، به خاطر امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهم اجمعین جان دادن، خون دادن، به خاطر این عقیده خودشون چندین میلیون شهید دادن در این 40 سال. نیایید با احساسات ملت مسلمان افغانستان بازی نکنید. اگر اشتباهی این کار رو کردید، معذرت بخواهید، این رو از صفحه فیسبوکتون حذف بکنید و صداتون رو از این اپلیکیشن بردارید و دیگر این رو در افغانستان تبلیغ نکنید. دوستان ما
با بسیار الفاظ خوب به شما اعتراض کردن. آدمین صفحه شما به جای اینکه جواب منطقی بدن آمدن بلاکشون کردن. و من بارها اینه که از امارت اسلامی باشه، هر حکومتی که در هر کشور اسلامی است، امنیت فکری یک جامعه از امنیت جانی و اجتماعیش خیلی مهمتر است. و امنیت فکری جامعه افغانستان امروز اقتضا میکنه که انسانهای فتنه انگیز که بین اهل سنت و شیعه میخوان فتنه بندازن، این جوان سنی که میره اونجا به نام داعش یا هر کاری میره یک مرکز تعلیمی شیعیان رو منفجر میکنه، سبب شماها هستید قاری صاحب محترم، سببش علمای شما هستند، سببش تفاسیر شما هستند. طرف میه در تفسیرش حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رو متهم به زنا میکنه، میگه از زناکاری علیاذ بالله پول جمع میکرده و شما میید این اپلیکیشن رو تبلیغ میکنید و در کنار این تفسیر صدای خودتان رو در این اپلیکیشن میگذارید. این چه برادری است؟ این چه وحدتی است که شما من بارها شنیدم مراسمی میگذارید به نام هفته وحدت، اهل سنت رو هم دعوت میکنید، علمای اهل سنت رو دعوت میکنید. این چه وحدتی است که شما از او دم میزنید؟ امروز اگر یک سنی در تهران بیاید، یک قاری معروف سنی در تهران بیاید یک اپلیکیشنی رو که در اون اپلیکیشن مثلا به علمای شیعه نسبت‌های زشت داده شده باشه، ولد زنا، زنازاده فلان شد، در اون اپلیکیشن صدای خودش رو بگذاره و بعدم بیاد اون رو در صفحه خودش تبلیغ بکنه، حکومت ایران با اون چه برخوردی خواهد کرد؟ یه خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، بفرمایید این دسته گل خدمت شما. من از حکومت افغانستان میخوام با این اعمالی که سبب جنگ و خونریزی بین شیعه و سنی میشه جداً برخورد بکنن، جلو این گونه تفرقه اندازی ها و جنگ افروزی ها رو بگیرن. و به جناب قاری صاحب نصیحت ما این است که لطفاً دوباره افغانستان را به سوی هرج و مرج، جنگ های مذهبی، جنگ شیعه و سنی، کشت و کشتار، انفجار، انتحار نکشانید. از خدا بترسید. شما حافظ قرآن هستید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگوید که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر باید از نفسهای شما برای شما نزدیکتر باشد، اولاتر باشد و همسران پیامبر مادران شما هستند. چگونه به همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه توهین و اهانت میشه؟ و شما دانسته و ندانسته میایید این چیزا رو در صفحات اجتماعی نشر میکنید. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره وعد لهم عذابا مهینا. کسانی که الله و رسولش را اذیت میکنن، چه اذیتی بالاتر از این است که به همسر پیامبر، به محبوبه پیامبر، به کسی که پیامبر در آغوش او جان میدهد. علمای شما میگن که زنا کرده علیاذ بالله و از زنا پول جمع کرده و این در اپلیکیشنی که شما براش تبلیغ کردید و صدای خودتون رو در او گذاشتید نشر میشه. من این اپلیکیشن رو خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان گرامی اینجا نشون میدم. این اپلیکیشن است که قاری صاحب عبدالکبیر حیدری در صفحه خودش این رو نشر کرد. بله، تشکر میکنم عزیزان. من خب اینا که ما پوست اینا رو در چرمگری میشناسیم، این روافض رو، اینها فقط اگر خواستید بفهمید که این تفسیر کی است چی است، برید این تفسیر مثلا آیه 10 سوره تحریم رو نگاه کنید. یعنی همون لحظه متوجه میشید که این تفسیر کی است.
الان بیاید من خدمت شما عزیزان این تفسیر این رو من از صفحه اپلیکیشن، از صفحه تفسیرش گرفتم. 4 تا تفسیر در اینجا هست: تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر نور. هر 3 تفسیری که در اینجا آورده، بعد این تفسیرها چیکار کردن؟ آیات رو تفسیر کردن. و یکی از خباثت هایی که دارن آخوندهای شیعه مفسرینشون، اول آورده رأی ابن عباس. ابن عباس بعضی رحمه الله هم نوشته داره که در جای دیگه لعنش میکنن ابن عباس رو. در زیر آیه ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما، و در آخرش که وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. در اینجا میگه ابن عباس گفته که زن نوح، ابن عباس ترجمه فارسیشو بخونم که وقت ضایع نشه، همسر نوح کافر بود و مردم میگفت شوهر من دیوانه است و خلاصه. این تفسیر اهل سنت است. اینو در داخل تفسیر روایی اهل بیت آورده. تفسیر المیزان و تفسیر نمونه و تفسیر نور هم همین تفاسیر رو آوردن. بعد میگه که علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم قمی یکی از مفسرین استوانه های دین تشیع است. یعنی علی ابن ابراهیم قمی رو بردارید دیگه چیزی به اسم شیعه در دنیا نخواهید داشت، چون این خودش مفسره، کل آرا و افکار شیعه از تفاسیر این گرفته شده. بعد این استاد محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی است که اگر قمی نمی بود کلینی هم نمی بود، و اکثر احادیثی که در کافی است از قمی نقل میشه. این میگه که قال علی ابن ابراهیم لعنت الله علیه، اینجا نوشته رحمه الله، و ضرب الله مثلا، و ضرب الله مثلا ثم ضرب الله فیهما مثلا، ضرب الله مثلا الی آخر آیه رو میگه در اینجا فخانتاهما، قال والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه. میگه که ترجمه فارسیشو براتون بخونم، میگه که در این به خدا قسم منظور از سخن خداوند عزوجل فخانتاهما چیزی به جز فاحشه نیست. این کدوم تفسیر میگه؟ تفسیر قمی. روایت بعدی رو از امام صادق میاره که ضرب الله مثلا الی آخره، ضرب الله مثلا ضربه الله سبحانه لعائشه و حفصه. این مثالی است که الله متعال به عایشه و حفصه میزنه. اینجا گفته بود علی ابن قمی که منظور از فخانتاهما یعنی چی است؟ یعنی فاحشه است. یعنی چی؟ یعنی طبق قول امام صادق که در این تفسیر اینجا آوردن و تفسیر میزان و نمونه و نور هم این رو تایید میکنه. یعنی چی؟ یعنی عایشه و حفصه علیاذ بالله فاحشه بودن. روایت بعدی هم از امام این است که میگه که این آیه ضرب المثلی است که خداوند سبحان برای عایشه و حفصه آورده است، آن انگام که آن دو علی رسول خدا همدستی کردند و راز ایشان را فاش کردند. این از این صفحه. صفحه بعد اینجا باز از علی ابراهیم قمی همین مطلب رو میاره و ترجمهش هم همین است که میگه که چیزی به جز فاحشه نیست، که طبق روایتی که از امام صادق میاره که این مثال برای عایشه و حفصه آورده شده و این خیانتی که در اینجا ذکر شده فاحشه است، در حالی که حتی برای زنان انبیا علیهم السلام طبق اعتقادات اهل سنت اتهام زنا به همسران انبیا یک اتهام باطلی است که الله سبحانه و تعالی آن را نمیپسندد، چون که الله سبحانه و تعالی میخواهد که انبیای الهی با زنانی که فاحشه هستند یا زناکار هستند در یک بستر نباشند. و منظور از خیانتی که در این آیه ذکر شده، خیانت زن نوح و زن لوط این بود که اسرار آنها را چیکار میکردن؟ بیان میکردن، برای مردم اسرار اونها رو بیان میکردن. حالا این یکی از خیانت‌های این اپلیکیشن رو هم خدمت شما عزیزان نشان بدم. ما اینجا یک بار دیگه دوستان اگر لطف کنن اینو نشون بدن. اینجا از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که این مطلب رو در اینجا نقل میکنه، ببینید دوستان خوب اگر زوم بکنن، اینجا میگه که علی ابن ابراهیم قمی گفته است که به خدا قسم منظور از سخن خداوند عزوجل فخانتاهما چیزی به جز فاحشه نیست.
تشکر میکنم. الان ما خدمت شما عزیزان رفتیم خود تفسیر رو که من این نسخه مطبوعش رو دارم در کتابخانه شخصی خودم. این تفسیر قمی است. اینم صفحه بعدش ابوالحسین علی ابن ابراهیم قمی. ما هم چاپ نکردیم، خودشان چاپ کردن. جدیداً چون این چاپ سال 2007 میلادی است، اینجا بعضی اجاها رو چیکار کرده؟ خانه خالی گذاشته. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا الی آخر آیه. در اینجا چی میگه؟ ضرب الله مثلا للذین کفروا فقال، کی گفت؟ علی ابن ابراهیم قمی. والله ما انا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه. منظور از خیانت در اینجا چی بوده؟ فاحشه بوده. شاید بعضی از شیعیان بیان بگه نه اینجا منظورش، چون یک حدیث دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که ای عایشه لا تکونی فاحشه، اونجا فحش به معنی ناسزا گفتن است، اینجا فاحشه به معنی زانی است. این رو بعضیشون شاید بین اینطوری رد بکنن که این رو از همین الان جواب دادم که راه برشون بسته بشه. بعد در اینجا ادامه چی میگه؟ ولیقیمن الحد علی فلانه و بر فلانه. عایشه نمیگن بر فلانه، یعنی عایشه رضی الله تعالی عنها، بر او حد جاری می شود، حد جاری می شود. فیما اتت فی الطریق بصره، به خاطر اون کاری که در راه بصره کرده بود. یعنی چی؟ یعنی در راه بصره زنا کرده بود علیاذ بالله. و کان فلان یحبها، فلانی دوستش داشت. حالا این فلانی کی است؟ در نسخه‌ای که تحریف نشده از کتاباشون در اون با خدمت شما نشون میدم. فلما ارادت ان تخرج الی، جای خالی گذاشته، الی بصره، اینم براتون نشون خواندم. قال لها فلان، فلانی بهش گفت لا یحل لك ان تخرجی من غیر محرم، گفت جایز نیست که تو به غیر محرم خارج بشی، قضیه جنگ جمل است. فزوجت نفسها من فلان، که خودش رو به عقد ازدواج فلانی درآورد. الی آخری. تشکر میکنم دوستان. همین روایت رو من خدمت شما عزیزان از اینجا، بله، این تفسیرشون تفسیر نورالثقلین نام داره. همون آیه رو تفسیر نورالثقلین در صفحه 375 جلد 5 در تفسیر آیه 10 سوره تحریم در روایت شماره 38 اینجا میگه در تفسیر علی ابن ابراهیم، قال علی ابن ابراهیم، همین که نشون دادن تفسیرشو که تحریف کرده بودن، ضرب الله مثلا، این قبل از تحریف نقل میکنه، کان تحت والله ما انا بقول فخانتهم الى الفاحشه، منظور از خیانت فاحشه است، فعل فاحشه انجام دادن. ولا یقیمن الحد، حد جاری میشه. حد بر کسی که فحش بده جاری نمیشه، حد بر کسی جاری میشه که زنا کرده باشه. علی فلانه، بر فلانه، فیما اتت فی طریق بصره، دیدید اونجا جاش خالی بود، نقطه چین بود، اما اینجا بصره. و کان تلها، اونجا جا خالی بود به جای تلها، تلها یحبها فلما ارادت ان تخرج الی بصره، اونجا بصره رو جاشو خالی گذاشتم برای فریب اهل سنت. بابا جان، قاری صاحب عبدالکبیر حیدری، این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در این اپلیکیشن نشر شده، تهمت فاحشه به حضرت عایشه زده شده. در افغانستان، در کشور اهل سنت و جماعت 90 میلیون سنی، در اونجا شما اینو میدید، در صفحه فیسبوکت پخش میکنی و مردم رو تشویق میکنی که اینو بیاد این اپلیکیشن رو نصب بکنید رو موبایلاتون، اینو بخونید. این کتاب دیگرشان است، تفسیر دیگرشان به نام مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین از حافظ رجب البرسی. اینم صفحه بعدش، اینم فصل 4 صفحه 86. بله، در مورد اسرار حسن ابن علی وقتی که به کوفه آمد، بعد از اون فقالت عایشه یا ابا محمد ما مسقط جدك اليوم الى آخره، فقال له الحسن نسيت نبشك في بيتك الى آخره. در اینجاش مهم است. فاخرجت حسن ابن علی میگه فاخرجت جردا اخضر فيه ما جمعته من خيانه حتى اخذت منه 40 دينارا عددا لا تعلمين لها وزنا ففرقتيها في مبغض علي صلوات الله عليه و من تیم و عدی. ای عایشه، تو از داخل یک کیسه سبز رنگی که 40 دینار
40 دینار از خیانت جمع کرده بودی، اونجا گفته بود خانتاهما یعنی چی؟ یعنی فاحشه، بر او حد جاری میشه. از خیانت جمع کرده بودی و تو دستتو انداختی از اونجا، مقداری پولی رو گرفتی و در بین دشمنان علی پخش کردی. این در کتاباشون است. در کتاب صراط المستقیم، این کتاب صراط المستقیم از شیخ نباتی بیاضی از استوانه هایشون هست، در جلد 3 صفحه 165 قالوا برها الله فی قولی اولئک مبرعون مما یقولون، در سوره نور که الله متعال حضرت عایشه رو تبرئه میکنه، میگه که اولئک مبرعون مما یقولون، یعنی حضرت عایشه بری است از آن تهمتی که به ایشان زده شده. چی میگه؟ قلنا ذلك تنزیه لنبیه عن الزنا، این پیامبر رو از زنا مبرا میداند، لا لها، نه برای عایشه، کما اجمع فی مفسرون، چنان که همه مفسرین شیعه بر این چیز جمع هستن، اتفاق نظر دارن. آیه ای که در براءت و پاکی ام المؤمنین نازل شده، میگن این در مورد پیامبر نازل شده. چه ربطی داره؟ بابا جان، غزوه بنی مصطلق هست، حضرت عایشه رو منافقین متهم به زنا کردن، الله متعال آیات نازل میکنه، در آخرش میگه اولئک مبرهون مما یقولون، اینها پاک هستن از آنچه که به ایشان نسبت داده میشود. میگه که قلنا ذلک تنزیه لنبیه عن الزنا، این پیامبر رو از زنا براءت میده، لا لها، نه برای عایشه، کما اجمع فی مفسرون، چنانچه مفسرین اجماع دارن. از برای خدا، یعنی این اذیت پیامبر نیست؟ این تهمت و بهتان به ام المؤمنین نیست؟ شما قاری صاحب محترم شرم نکردید، حیا نکردید که در اپلیکیشنی که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نجس کافر مرتد هست که همسر پیامبر رو متهم به زنا کرده، در اونجا میری صداتو میگذاری، بعد اون رو میری در صفحه فیسبوک نشر میکنی؟ مگر جوانان اهل سنت در افغانستان مردند؟ مگر فکر کردی که دیگه سنی ها در افغانستان غیرت ندارن، شهامت ندارن، مردانگی ندارن، برای مادرشون غیرت نمی کنن؟ دوستان عزیز، این کتاب رو خدمت شما من نشون بدم. کتاب است. خب دوستان نشون بدین این رو. چند صفحه است؟ 1006 صفحه. خوب زوم بکنید اینجا. 1006 صفحه. اسم کتاب میدونید چیه؟ اینو ما چاپ نکردیم، اینو شیعه چاپ کردن. اسم کتاب هست الفاحشه وجه الاخر لعایشه، فاحشه چهره دیگر عایشه. و این کتاب رو اینها چیکار میکنن؟ در کتابخانه هاشون، و این کتاب رو از دل خود ننوشته، از تفاسیر و احادیث شیعه دلایل رو جمع آوری کرده. تشکر میکنم. 1000 صفحه، بیش از 1000 صفحه. این کتاب رو دوستان نشون بدن. کتاب حق الیقین علامه ملا بقر مجلسی. این ملا بقر مجلسی صاحب کتاب چیز از جامع الخرافات شیعه. در این صفحه 221 میگه که از امام محمد باقر علیه السلام روایت کردن که چون قائم ما ظاهر شود عایشه را زنده کند تا بر او حد بزند و انتقام فاطمه را از او بکشد. تشکر از دوستان است. لا حول ولا قوة الا بالله.
دوستان این صحنه را نشون بدید. این در قم هست، در قم، در ایران، در خیابان. شعارشون رو دقت بکنید چی میگه. لعنت بر دشمنان علی، اولی و دومی و عایشه. ببینید بله دوستان هست. این تفسیر عیاشی است از علمای معروف شیعه در صفحه 342 جلد 1. در روایت 791 میگه که از ابی عبدالله اتدرون مات النبی او قتل ان الله یقول افئن مات او قتل انقلبتم على عقب فثم قبل الموت انهما سقطاه فقلنا انهما و ابوهما شر من خلق الله. میگه که پیامبر رو کشتن، سم دادن بهش. کی سم داده؟ عایشه و حفصه. و میگه که اون دو نفر و پدرانشون یعنی ابوبکر و عمر بدترین خلق الله هستن. در روایت 2424 میگه عایشه هی نکست ایمانها. یعنی چی شده؟ عایشه کافر شده. علیه بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. تفسیر الاربعین هست، کتاب الاربعین فی امامة الائمة الطاهرین، در صفحه 615 اینجا میگه که مما يدل على امامة ائمتنا الاثنی عشر، از جمله دلایل امامت امامان 12گانه ما این است که ان العائشه کافرة مستحقة للنار، که عایشه کافر و مستحق عذاب جهنم است. و هو مستلزم لحقیت مذهبنا، و این لازم است برای حقانیت مذهب ما، که اگر یک شیعه اگر عایشه رو کافر و مستحق عذاب جهنم ندانه شیعه نیست. منظورش اینه. و حقیت الائمة الاثنی عشر، و برای اثبات حقانیت امامان 12گانه ما. لأن كل من قال بخلافة الثلاثة اعتقد ایمانها و تعظیمها و تکریمها و كل من قال به امامت 12 قال به استحقاق. یعنی کسی که سه خلیفه رو مسلمان بدانه و حضرت عایشه رو مسلمان بدانه، این انسان کافر است مثل اونها. و شیعه‌ای که اونها رو کافر ندانه شیعه نیست، به 12 امام اعتقاد نداره. یعنی شیعه اثنا عشری باید اینا رو کافر بدانه. با همین قد اکتفا میکنم، در حالی که شاید بیش از 200-300 ورق اسکن شده من دارم از کتابای اینها، که این یکی از موضوعاتی بود که من امروز خواستم در برنامه خدمت شما عزیزان بیان بکنم. تماس یکی از بینندگان رو میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر، من از کشور تاجیکستان هستم و در زیر کامنت مادر سوال کردن که من 6 تا تلاوت کردن نمیتونم.
خیلی خسته تورات کردن میتونم یا جایز هست یا مثال هیچ میتونم مشکل نیست. خسته تورات کنم؟ هیچ مشکل نیست. انسان هر طوری که بتواند راحت وضو بگیرد، میتواند که نشسته، میتواند روی یک صندلی بنشیند، میتواند بایستد، هیچ مشکلی ندارد. رحمت استاد. سلامت باشید. الله مطلع حسن کنه. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم جور هستین؟ بخیر هستین؟ الحمدلله. زنده و سلامت باشید. خدا شما را کم نکنه، خدا نور طویل نصیبتان کنه. سلامت باشید. میخواستم یک سوال کنم. بفرمایید. من خودم فعلا در کشور ترکیه هستم و نامزاد دارم. حساب نامزادی ما یعنی نکاح خوانده شده اما مهر تعیین نشده، مهر یعنی تعیین نشده. چطور نکاح شده؟ چطور نکاح شده و مهر تعیین نشده؟ نکاح بدون مهر نمیشه برادر. اما اینطور یک چی بود که خود دختر که هست مثلا میگه که من مهر من نمیخوایم یا نمیگیرم. اونا هم به خاطر از اینکه لاف مردم یا نمیفهم گپ مردم است میخواین در نکاح یعنی بیشتر از چی بگوید توان بگوید مثلا 10 لک 15 لک کی حد خیلی زیاد است بر من. از اون خاطر در نکاح گفتن که یعنی باز به روز عروسی بانم. اما خود دختر گفته که یعنی من اصلا این مهر گرفتنی نیستم و یا اصلا نمیخوایم. درست. اینال در نکاح ما کدام مشکل یا کدام چیز چی میه یا در گپ زدن ما یا در دیدن هم دیگه؟ نه، مادامی که ایشان گفته باشه که مثلا من مهرمو بخشیدم نمیگیرم، در این صورت نکاح درست است، مشکلی نیست. اما اگر اصلا روی مسئله نکاح در نکاح سر مهر صحبت نشده باشد، در اون صورت نکاح درست نیست. سر مهر صحبت شد که حساب جنجال نشه به خاطر که ما این مهر یعنی خیلی گزافه یعنی خودمون یعنی مهر طرفین باید تعیین شه و قبول شه. یعنی مثلا 10 لک 15 لک یعنی خیلی چی زیاد است. مثلا ازدواج عروسی میکنید تویانه دارن دیگه دارن یعنی خیلی زیاد میشه. من گفتم حداقل یعنی یا حد اکثرش من گفتم 5 لک یا 6 لک میشه. درست. از اون بیشتر نمیتونم. نه انشالله مشکلی نیست. میتوانید. بله. یعنی مشکلی نیست. یعنی محرم هستید. کی گفت کی گرفت. بله. ببینید اولا انشالله که شما با هم محرم هستید، میتوانید صحبت کنید، مشکلی ندارد. ثانیاً بیایید ما یک فرهنگی رو در بین جامعه جا بندازیم که مهر معقول باشد و این رو علنی بگوییم تا مردم در بین مردم تبدیل به یک فرهنگ شود. متوجه هستید؟ من هم امیر گفتم مثلا ادر وکیل ایشان که بود مامایشان بود. مامای خودش فعلا 2 دانه پسر جوان داره که نمیتونه ازدواج کنه. به خاطر از اینمی فرهنگای ناف نمیفهم تویانه و نمیفهم توی دوتل و نمیفهم مهر گزافی چیزا از این خاطر نمیکنه. من تا گفتم یک دفعه که مامای تگری بری شما من میگم درست است تو بالای من قدر یک چیز بزرگ تحمیل میکنی اما این امید بدون خود تسرط یکی تحمیل کنه میتونی همین کار کردن. نه چه خوب است که 2 تا بچه مجرد تام ازدواج کنه پاک شود یعنی از نگاه دین اسلام کامل شود. دقیقاً. اما روی بری من نشده دیگه. اما این واقعا یعنی متاسفانه در افغانستان خیلی یک رسم خراب و بد است. یعنی خودم شخصا خوار دارم دیگه دارم یعنی ما اصلا خود ما شخصا همه چیزا رو رواج نداریم. خب در اطرافای کل کارا است دیگه. درست. که نمیفهم دخترم مفکلان کردی مفت دادی و این گپا. درست. و مهری هم که حق دختر است پدر و مادرش میگیره. بله دقیقاً. نمیفهم شیربها یا نمیفهم چی شیر فروشی داره. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدار. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. خوب هستین شما؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید برادر عزیز. الله مطلع حسن کنه. استاد محترم 3 دونه سوال
سوال داشتم. بفرمایید. یکی که استاد محترم، کسی که خواندن نماز جنازه کسی که در مسلمان بودن و یا غیر مسلمان بودن شخص معلوم نباشه آیا جایز است یا خیر؟ چطور معلوم نباشه؟ مثلا نماز نمیخوانه، روزه نمیگیره، چطور میفهمین که بله، مثلا بعضی کسا هستن از یک جای دیگه آمدن نماز کسی را خواندن، نمیفهمیدن که این شخص آیا مسلمان زندگی کرده یا مسلمان زندگی نکرده. بله. در قضیه نماز جنازه باید انسان تحقیق بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تحقیق میکردن، حتی میپرسیدن که قصددار هست یا نیست. اگر قصددار می بود نماز جنازه شو نمیخواندن تا که یکی از صحابه میآمد و قرضش به عهده میگرفت. در مورد کسی که نماز نمیخواند، ببینید برادر عزیز، نماز کسی که نمیخواند، نماز ستون دین است، نماز قله اسلام است، نماز اصل دین است. کسی که نماز نمیخواند، نه بر او نماز جنازه خوانده می شود و نه در قبرستان مسلمان ها دفن می شود، نه غسل داده می شود و نه کفن می شود. این حرف محمد انصاری نیست، این جمهور علما بر این اعتقاد هستند که کسی که نماز نمی خواند نه غسل می شود، نه کفن می شود، نه نماز جنازه خوانده می شود و نه در قبرستان مسلمان ها دفن می گردد. سلام. استاد محترم، یعنی بخش دوم سوالم هم این باره بود که اگر شخصی بویه که اصلا اعتقادی نداره و بویه که حتی من نمیخوایم که بر سر من نماز جنازه خوانده شود و بازم به همون شکلم بازم بیاین نماز جنازه او را بخوانن، چی گفته میشه؟ عواقبش چی هست؟ استاد محترم این را توضیح بدید. ببینید، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواستن که برای عمویشان استغفار بکنن. ابو طالب عموی پیامبر چقدر کمک کرده بود، پیامبر چقدر یاری کرد، مادی معنوی از پیامبر دفاع کرد، اما کافر از دنیا رفت. چون که در لحظات آخر پیامبر میگفت ای عموی من، تو شهادتین بگو که همین رو برای تو حجت پیش خداوند ببرم، یعنی تو رو مسلمان قلمداد بکنیم، برای تو طلب استغفار بکنم. اما نکرد. از یک طرف مشرکین بودن میگفتن ای ابو طالب دین اجدادت رو رها میکنی، نگفت. پیامبر ناراحت شد. الله متعال گفت که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای محمد ناراحت نشو، کسی رو که تو دوست داری نمیتوانی هدایت بکنی، کسی رو که الله متعال بخواهد هدایت میکند. بعضی از روایت میگن که حالا برای ابو طالب بود، بعضی روایت میگه نه برای کسی دیگری بود. المهم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر چه باشد من برای عموی خودم طلب استغفار میکنم که خدا یا او را ببخش، یعنی عذاب برش نده. الله متعال در قرآن کریم آیه نازل میکنه که استغفر لهم، برای آنها طلب استغفار بکن، یعنی برای کسایی که از مشرکین که تو اونها رو دوست داشتی یا که به خاطر رحم و مروت میخوای برای اونها طلب استغفار بکنی. او لا تستغفر لهم، یا که برای اونها طلب استغفار نکنی. این تستغفر لهم 70 مره، اگر 70 بار هم برای آنها طلب استغفار بکنی، فلن یغفر الله لهم، الله آنها را نمی بخشد. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، به خاطر که آنها به الله و رسول کافر شدند و الله متعال قوم فاسق را هدایت نمی کند. طرف را حالا بیارن براش 100 بار نماز جنازه بخوانن، با آب زمزم بشورن، در بقیه هم دفنش بکنن، اما مادامی که او کافر باشد، مادامی که به خدا ایمان نداشته باشد، هیچ نفعی به حال او نمیرسد. برادر عزیز تشکر از شما. بله، سوال داریم. آخر سوالم بفرمایید. سوال سومی بود که آیا خواندن نماز جنازه به کسی که خودکشی کرده جایز است یا خیر؟ ببینید، کسی که خودکشی کرده اگر مسلمان بوده
اگر که یعنی به الله و رسولش ایمان داشته، یعنی اکثر علما میگن که بر اون نماز جنازه خوانده میشه. ای که او عذاب میشه، ای که او در نزد الله سبحانه و تعالی چه حساب و کتاب با او صورت میگیره، ولو که کسی زناکار باشه، دزد باشه، نمیدانم فاسق باشه، فاجر باشه، هر چی باشه، خواندن نماز برای یک نماز جنازه برای کسی که مسلمان است، ما به فسق و فجور و گناهانش کاری نداریم، براش طلب استغفار میکنیم مادامی که مسلمان است و حسابش علی الله، الله متعال با او حساب میکند. بله درست است. تشکر استاد. سلامت باشید. یک تقاضا از شما و همه بینندگان داشتم که بفرمایید. به حق مادر کلان ما یک دعای کنین که دعای مغفرت کنین که از این تقریبا 2 ماه میشد من قبلا با شما تماس شده بودم. استاد محترم گفته بودن که مادر کلان مریض هستن. بله. و قبل از ماه مبارک رمضان وفات کردن و خواستم که بگویم اگر میشه شما و همه بینندگان یک دعای مغفرت کنن. الله متعال غریق رحمت و مغفرت خود بکند و بهشت برین جایشان باد و الله متعال از سر گناهان و تقصیراتشان بگذرد و با نبیین و صدیقین و شهدا محشور بگرداند. تشکر برادر عزیز. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام با شما و جمله بینندگان. علیکم السلام. شریف این برنامه وزین شما. سلامت باشید در سرتاسر جهان تقدیم می‌دارم استاد. سلامت باشید. خیرا. سلامت باشید. این برنامه زیبای شما. سلامت. بسیار اما زنده هستم، بیدار کننده هستم. بسیار تکان دهنده است، واقعا تکان دهنده است، ولی متاسفانه دیگر جامعه ما در کشور ما این چیزها به اوج خود رسیدگی است و یک مجالس که از امی نام آیت الله محسنی یا دنیا رفت، خداوند جهنم ابدی را نصیبش بگرداند، در یک جلسه همی قاری کبیر استاد عزیز نشسته است. موجب این امیر آیت الله محسنی توهین میکنه با حضرت با بچه فرزند ما را در آدم. بله. بسیار حتی نام از گرفتنش به زبانمه، ولی امی قاری تقیه‌گر و تقیه‌کار همونجا نشسته. این آدم تقیه میکنه زد. این آدم این قاری است که دیگه میره به ایران هم میره تقیه میکنه، میره به اهل سنت هم تقیه میکنه. این آسه بینی ما بینی بلنده همین افغان های ما مشکلشان همیست که یا تقیه میکنن، ولی هزارای ما که شیعه هستن و تقریبا نمیکنن. مثل همین رهبر از یاد همین دیگه چنان در خلیلی و مثلا محققینی ها که همه تو تروسن مستقیم هم بخواد، اما این بینی بلندای ما شما یا یک کمی تقیه میکنن. درست. تقیه میکنه با فرزند که عبدالله ابن عمر عبدالله تعالی و یکی از مشهورترین و شما بهتر معلوم است که به حدیث جماهری کردن، ولی بسیار به شکل مؤدبانه و مغرورانه توهین تحقیر میکنه که حتی میگه من اسمی از این به زبان من نمیه، من چطور بتانم که اسمی از این یک قدری توهین میکنی خبیث لعنتی این روبای جهنمی، ولی نمی قاری کبیر اونجا نشسته و بسیار مردم ها اهل سنت هم اونجا نشسته، ولی متاسفانه که استاد عزیز اهل سنت ما در غفلت خو از اهل سنت افغانستان اگر چیزی بگیم دیگه تفرقه میشه. نمیشناسن، نه مادر یا مادرین و مادران مومنین اکثرت اهل سنت افغانستان نمیشناسن. اکثریت با حدیث محمد صلی الله علیه و آله یا باور عقیده ندارن. جماهری احادیث توسط که شده و قرآن جماهری توسط که شده و همین 3 خلیفه را که تو از اسلام بکشید دیگه اسلام چه مانده؟ چی نمانده؟ همین جمهوری قرآن، همین دعوت اسلام، رساندن اسلام در سر تا سر جهان تا به امروز امپراتوریا زدن یا کی بود؟ خب وقتی که این چیزا رو چرا اهل سنت افغانستان خواسته؟ چرا این تو بی علم و بی دانش هستن؟ چرا مطالعه ندارن؟ مطالعه در 20 سال شما دعوت میکنید این چه از خلق غفلت بیدار نمیشن. میره ملا سدی از طالب است یا از این حکومت جدید است، میره در شرکانیز رو اشتراک میکنن، میره در روز محرم شام میزنن در اوج اشتراک. اینا لله و اینا الیه راجعون. مسجد نانم سمو شورا خمو شورا خم
این درباره شمسد یک روز یک انتقاد والا گمی برای که امروز خدا بسیار مدبر میگیره که ما جهاد کردیم که ما دو بر قدرت پوست شده خاک ولی یک روز این برنامه سر شیعه گرفتاش که میشه یکی میگه به شیعه شما توهین نکنه یک برنامه یک زوم است. هیچ کسی نمیتونه که شیعه برادران او بده شیعه و گفته خود دو ساز عزیز امیر بارها تکرارن به هزار مرتبه شما امیر به مردم رسانده که شیعه وقتی که امامت 12 امامی ده امامت بالاتر از نوبت ندانه گفته تو توهین تحقیر لعنت و به صحابه نه او شیعه نیست او شیعه 12 امامه نیست اصلا او سنی است درست او هیچ اصلا شیعه نگه نیست و این خاطر عقیده از جا صاحب بسیار خطرناک است. عقیده از جا در افغانستان امروز بسیار کار میکنند امروز در بین طالبان یا جای گرفتن بسیار زیاد متاسفانه بدبختانه تقچه میکنند در مراسم های شرکارونشون میدن محرم از این پس شروع میشه میبرند یارا و متاسفانه اونجا میدن اشتراک کنه یعنی اهل سنت ولی ما حنفی سیم یا جعفری سیم خاک در سر قد حنفی بودن جعفری بودن تو دینت نمیفهمی ما حنفی رو چه کنم خلفی رو چه کنم تو دینت و توهین و تعطیل میگه امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه او صادق است ولی پیروایش کاذب و دروغگوی منافق هستند دروغ میگن تماما تومت بالای بمی شخصیت مبارک کردن که میانند که احادیث از زمان از مبارک هیچ توهین تحقیر لعن و صحابه قرآن کتاب کلینی و مجلسی و آیت الله این خامنه ای خبیث این خمینی شده دیگه حالا این خمینی خامنه این دیشه روز یک فتوا داده که وقتی که ما باید بریم حج ما چیز میکنیم حج باید چیز شود اونجا شعارا بدیم مرگ به اسرائیل مرگ به یهود مرگ به نصارا خلاص ما از زمان انقلاب میگی شروع شد چرا در زمان سابق از خلفای راشدین و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 4 خلیفه راشدی این کار نشد که توهین و تحقیر به هیچ کس شده اساس جدید یک سوال است آیا با یهود و نصارا در زمان صحابه در زمان خلفای راشدین یعنی در مجالس این تو مجالس گرفته شده که مثل که امروز روافض میگیرد این یک برابرداری سیاسی میکنن و اهل سنت نمیتو به اصطلاح بی‌ادبی ما خرگی که یک تعداد زیادش میگه والا ایران دولت اسلامی ایران است والا میزنه زد اسرائیل طرفش با گفته یک چند مولای صدیقی بالا بالایی که هستم که دفاع از یا میکنن این مشکل ما این مذهب بودن است همین مذهب گرایی است مذهب امام حنیفه یا بدنام کنه کجا امام حنیفه اولین کسی که استاد عزیز با شما بهتر معلوم است روافض بعد رد گفته چیز که کتاباش کشیده و در شرک و شرکیات از امام حنیفه مثلا با شما بهتر معلوم است بله دقیقاً در کتابای فتاوای احناف شیعیان را بدون استثناء همه را تکفیر کردن. بله سر اینا لامدن که خب اینا جهان اسلام یعنی تو بیادبی ما خرگیر کردن یک تعداد زیاد اهل سنت نمیفهمند آگاهی ندارن و میخوایم امروز یهود و نصارا به این هدف هستند به این نیت هستند که خدای ناخواسته جهان اسلام رهبریت شد جهان اسلام رهبریت شد بعد از شیعه بدن اما در شد تقریبا ببینیم یمن سقوط دادن عراق سقوط دادن سوریه سقوط دادن لبنان سقوط دادن امروز کار سر فلسطین خدای ناخواسته 40,000 نفر از بین بودن 2 میلیون نفر آواره و در بدر است و همین میخوان علمی پلان شده ولی اهل سنت ما شما اوی در جمهوری اسلامی ایران از برای خدا دلت بیاره بگه هیچ معلومات درباره نه عقیده خود دارن نه از شیعه دارن این مشکلات ماست درست بازم جزاکم الله خیر زنده باشین برادر عزیز الله مطالب استان کنه سلامت باشین سلامت باشین بارک الله فیک سلامت باشین علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تشکر از برادر عزیز بزرگوار الله مطالب استان کنه بله سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم بفرمایید دوست عزیز بینندگان گرامی عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونشون رو ببندن بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید بیننده عزیز بفرمایید مایک شما خاموش است مثل این که بیننده عزیز از افغانستان شماره اخیرتان 0324 خب من مجبور
خاموش بکنم. بیننده عزیز از تاجیکستان، بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آقای انصاری، من دو تا سوال داشتم. بفرمایید. خواهش داشتم که با سوالای من جواب گوید. بفرمایید. شما که به زبان فارسی زیاد حرف میزنید، سبب شد که در بین مردم فارسی زبان مشهور شدید. از این مردم میخواهند که بشناسن شما را. شما مقصد در کجا تولد شدید، کی هستید، چند ساله هستید و از کدام ملت شما؟ چطور ملت من تاجیک، ملت شما چی است؟ درست باش. فقط مردانوار. برادر عزیز، یعنی آیا اهمیتی دارد که مثلا شما در مورد، چون ببینید بعضی اوقات من شوخی میکنم میگم سوالات استخباراتی است، این مهم نیست که انسان از کجا باشد. باور کنید که به قول شاعر شرق اقبال لاهوری که میگوید نه افغانم نه ترک و تتارم، چمنزارم از یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. یعنی من همیشه میگم 100 سال پیش نه شما تاجیک بودید و نه فلانی ایرانی بود و نه اون یکی افغان بود، همه ما یک مملکت بودیم. 100 سال پیش کشوری به نام افغانستان و تاجیکستان و ایران وجود نداشت، همه ما یک مملکت بودیم. 100 سال پیش شما از تاجیکستان حرکت میکردی میرفتی افغانستان، ایران، عراق، سوریه، به اصطلاح استانبول، میرفتی حج، مکه، مدینه، میامدی، کس از شما نمیپرسید پاسپورت داری، ویزا داری، نمیدانم شناسنامه داری، نه، همه اینا یک کشور اسلامی بود. متاسفانه ما را این مرزها رو درست کردن بین ما. امروز این تاجیک است. ببینید یک خیانت بزرگی که کفار کردن در حق ما و شما این است که الان شما در تاجیکستان زندگی میکنید، میگید که سرزمین ما تاجیکستان است، درست؟ آیا میدانید که سرزمین اصل تاجیک ها کجاست؟ سمرقند و بخارا. سمرقند و بخارایی که تعداد تاجیکان اونجا بیشتر از تعداد تاجیکای تاجیکستان هست را در بین ازبکستان قرار دادند، یک کشور کوچک دیگر درست کردند به نام تاجیکستان. هدف چی بود میدانید؟ هدف این بود که فرهنگ اسلامی را، فرهنگ فارسی اهل سنت را که مرکزش بخارا و سمرقند بود، در اونجا امام بخاری رحمت الله علیه از اونجا نشأت کرده بود و مرکز علم و فرهنگ بود، او را در بین ملت ازبک قرار دادن تا اونها رو به این شکل سرکوب بکنن و شما را از آنجا جدا کردن، بردن یک سرزمین دیگری رو چهار اطرافش رو خط کشیدن، اسمش رو گذاشتن تاجیکستان. یک احمق مزدور و طاغوتی رو در اونجا آوردن، صبح تا شام ما ملت تاجیک هستیم، ما تاریخ داریم، ما سامانی هستیم، ما ساسانی هستیم. هیچ چیزی هم نیستی. متوجه شدید؟ یعنی تاریخ این منطقه یک تاریخ مشترک است، نه تاریخ کشوری که امروز 100 سال پیش کشوری به نام تاجیکستان اصلا وجود نداشت. متوجه هستید؟ همه ما یکی هستیم، همه ما برادر هستیم. اسلام همه ما را با هم برادر کرده است و این مرزهایی که روس‌ها و انگلیس‌ها و دشمنان اسلام در بین ما ایجاد کردند در پیش یک مسلمان هیچ ارزشی ندارد برادر است. فهمو یعنی این حال اگر با من سوال کرده شود که ملت شما چی است، من میگویم به تاجیک. با شما سوال کرده شود شما چی میگوید؟ من تاجیکم، من افغانم، من ایرانیم، من مسلمانم. هر ملک ملک ماست، هر ملک ملک ماست، هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. یعنی جواب نیست. مایلش تشکر از شما برادر است. بفرمایید برادر است. سوالی دوم. بفرمایید. مایلش من دیگه سوالی دوم ببین. شما زیاد عیب‌ها و گناه‌ها و خیانت‌های شیعیان را می‌کوبید، می‌جویید، برنامه‌های دراز می‌کنید. ما بر این ضدیت نداریم، بگذار. چرا که شما یک برنامه دول و دراز ندارید،
برای این طالبان که چی خیانت ها به مردم افغان کردن، چی کشتارها کردن، فقط افغان کشی. فقط ببین رئیس جمهوری پیشینه نجیب الله را کی کشت؟ وقتی که طالبان به سر قدرت آمدن یک دامولای نامدار افغانستان مجید رحمان انصاری را کی کشت؟ چرا شما یک برنامه ندارید؟ خب یک لحظه برادر عزیز، یک لحظه امینم جواب بدم. کی گفته که نداریم؟ ما از روزی که طالبان وارد کابل شدن تا الان شاید بیش از 20-30 برنامه، زیاد برنامه داشتیم در مورد طالبان نقد که همین شروع همین برنامه شما نبودید؟ شروع همین برنامه من حدود کارگردان عزیز چند دقیقه صحبت کردم در مورد طالبان؟ تقریبا 30 دقیقه 35 دقیقه در مورد طالبان صحبت کردم. این که شما خبر ندارید برادر عزیز، این مشکل شماست. ثانیاً نجیب الله رو یک لحظه، نجیب الله رو، دکتر نجیب الله رو که شما دلتان به حالش میسوزه، دکتر نجیب الله رئیس جمهور آخرین حکومت کمونیستی در افغانستان، رئیس سازمان امنیت دولتی به اصطلاح خدمات امنیت دولتی یا خاد میگفتن که یک سازمانی بود مرتبط با KGB اتحاد جماهیر شوروی. دکتر نجیب در افغانستان خون هزاران نفر، نه دهها هزار نفر، نه صدها هزار نفر انسان مسلمان مجاهد عالم دین و بیگناه را ریخته است. دکتر نجیب در وقتی که رئیس استخبارات یا خاد بود در افغانستان، در مناطقی در اطراف پلچرخی در شمال کابل، در جایی که انسانها رو می بردن در اونجا زنده به گور می کردن، یعنی 100 نفر 200 نفر رو می بردن یک جایی رو می کندن، آدما رو می انداختن، بعد از اون سرش خاک می انداختن. این انسان بعد از اینکه مجاهدین کابل رو گرفتن، این فرار کرد، میخواست از کابل فرار کنه، نتانست، رفت در دفتر سازمان ملل چیز شد، پناهنده شد. اشتباه طالبان این بود که به این شکل او را اعدام کردند، در حالی که باید این شخص رو در وسط کابل زنده باید آویزانش میکردن و به ملت افغانستان می آمدن می گفتن که هر طوری که دوست دارید این آدم رو بکشید. بعد شما میدید که ملت با این آدم چی کار میکرد؟ یک جنایتکار، یک کمونیست، یک خائن. ویدیوهایش هست که میگوید که دوستی افغان و شوروی تا ابد جاویدان است. خب این انسان کمونیست بیدین که نه به خدا اعتقاد داشت نه به قرآن اعتقاد داشت، شما دلتان به حال او میسوزه. مولوی صاحب مجیب الرحمن انصاری را داعش کشت، تکفیری های داعش کشتن که خودشان هم به اعلان کردن که ما کشتیم. درست است در بین طالبان کسانی بودن، مثلا مولوی صاحب متوکل رحمت الله علیه را به شهادت رساندن، صوفیای سیفی گمراه به شهادت رساندن، در بینشان انسانهای قبرپرست هست، انسانهای صوفی گمراه هست، انسانهای خرافاتی هست، انسانهای متعصب هست. این در هر زمان بوده، در زمان حکومت سابق هم بود، الان هم هست و این تا روز قیامت هم تمام نمی شود. در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منافق بود، کافر بود، زناکار بود، دزد بود، شرابخور بود. یک جامعه که 100% اصلاح نمی شود، امکان ندارد. تمام کرده؟ بله. فقط گفته آخرین من همین است که شما می توانید که دور درو مقصد که اون چیزی که می دانید بگوید، لیکن والله قسم که کشتن همین داملا انصاری رضایتی دستی طالبان هست. ما با این باور داریم. انا همو رئیس جمهوری پیشینی افغانستان رو که طالبان وقتی که در آمدن طالبان کشتن، طالبان به دست خود کشتن. برادر عزیز یک لحظه من عادت ندارم صدای بیننده رو قطع بکنم، اما یک لحظه برادر عزیز، شما اگر دلتان به دکتر نجیب میسوزد که یک جنایتکار خائن کمونیست بود، اگر دلتان به حال او میسوزد که سلام علیکم، دیگه شما رو خدا هدایت بده. بابا جان من به شما میگم رئیس سازمان استخباراتی دولتی افغانستان خاد مخففش خدمات امنیت دولتی، سازمان استخبارات افغانستان که با
KGB اتحاد جماهیر شوروی ارتباط داشت. این انسان میلیون ها انسان را کشته است. شما دلتان بالو میسد که طالبان را کشتن؟ والا خوب، خیلی خوب کار کردن که کشتن. ثانیاً برادر عزیز، شما میتونید که یک ویدیو کنید که شما میتونید یک ویدیو کنید که مجیب الرحمن چقدر آدم را کشت و میتونید یک اون ویدیو کنید که ان همین طالبا ای روزی پیدا شدن شو فقط افغان میکشن، فقط فارسی زبان میکشن، به اون زبان هندویی که با برادر عزیز یک لحظه در کجا میکشن؟ شما اخبار شما از کجا میگیرید؟ اگر از تلویزیون دولتی تاجیکستان میگیرید خب مشکل شما نیست و مشکل رحمانوف است. بابا جان، طالبا امروز، من در شروع صحبتام گفتم، امروز لوی درسیز یا رئیس ستاد ارتش طالبا یک تاجیک است، تاجیک بدخشانی. میدانید امروز بهترین نیروهای کماندوی طالبا از تاجیکای بدخشان و تخار هستند. شما کجا هستید برادر؟ هرچی که از رادیو تلویزیون شنید. در بدخشان 2 نفر، در بدخشان برادر عزیز، در بدخشان 2 نفر کشته شدن، یا به روایت دیگر 4 نفر کشته شدن، چون که مردم اعتراض کردن و نیروهای امنیتی آمدن که با مردم به اصطلاح مردم رو جمع کنن. این در هر کشور اتفاق می افتد. در تظاهرات در آمریکا هم انسان کشته می شود، در اروپا هم کشته می شود، در همین تاجیکستان هم کشته می شود. امین رحمانوف در طول این 20 سال چند هزار نفر از انسانهای مسلمان، انسانهای دیندار، انسانهای ملی را در تاجیکستان کشت. شما از وطن خودتان بیخبرید، آمدید که افغانستان این است و آن است. نه برادر، وقتی که امام علی رحمان کسی را میکشد وی ممکن است که مخالف خودش باشد. این کمبودی آنها است که جوابگرش پیش پروردگار است. دلسوزی وقتی که خلاص این ببینید چرا یک بام دعوا حرف میزنید؟ خلاص اگر طالبان کسی را به ناحق میکشن، کار بسیار بدی میکنن، پیش خداوند جواب میدن. همونطوری که رحمانوف اگر کسی را به ناحق میکشه، کار بد میکنه، پیش خدا جواب میده. اما بگی که تاجیک کشی میکنن، هر روز مردم را میکشن، خب این مبالغه است برادر عزیز. تشکر میکنم از شما. تشکر برادر عزیز. تشکر. شما از دکتر نجیب که بخواید طرفداری بکنید دیگه اینجا حال آدم به هم میخورد، باور کنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برادر خوبه ناصر؟ سلامت باشید خواهر گرامی، زنده باشید. من یک مادری تاجیک از تاجیکستان یک سوال دارم برای شما، فقط به شما اخلاص باور دارم و میخواهم که این دنیا و روز قیامت جوابگر باشم در نزد خداوند. فقط سوالی من این است که در تاجیکستان به همگان معلوم است، به شما معلوم است که ستر و حجاب را سخت منع کردن. آیا ما گناهگار میشویم به اطاعت کنیم به این آدمان مشرک و گناهگار؟ بله ببینید، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ مخلوقی رو انسان اطاعت نمی کند در جایی که معصیت الله سبحانه و تعالی باشد. مثلا چگونه رفتار کردن در کار به این آدمان منافق و گناهگاری سخت مبلغ سخت به ما وای میکنن تا که ما این ستر و حجاب را اگر روایت نکنیم ببینید در سرگیری ما میتونیم حکومتی که در مقابل شعائر دین بایستد، حکومتی که در مقابل حجاب و نماز و دین و قرآن بایستد، این حکومت یک حکومت مردمی نیست. اطاعت از این حکومت واجب نیست. باید در مقابل این حکومت که این دیکتاتور است، در مقابلش باید قیام کرد، باید این انسان ها رو سر جایشان نشاند. شاید بگید که والله مشکل است، ما چی کار بکنیم، فلان بکنیم. ببینید اگر یک امتی بخواهد به عزت برسد، به سربلندی برسد، این از آسمان خداوند در یک بشقاب برای ما عزت و شرف را نمیفرستد. باید خون داد، باید جان داد، باید قیام کرد، باید زندان رفت، باید سختی و مشکلات را تحمل کرد. متوجه هستید؟ اما ببینید یک نکته را هم خدمت شما عرض بکنم. همانطوری که یک انسان مضطر در دین مثلا از گرسنگی دارد میمیرد،
اگر از خانه مثلا بدون روسری خارج نشود به خاطر آوردن غذا، شاید فرزندانش بمیرد. در این صورت انسان مجبور است. اما اینکه انسان هر امر دولت را اطاعت بکند، امروز بگه سطح تبردار، سبا بگه که نمیدونم مینی جوب بپوش، دیگه روز بگه که مثلا نماز نخوان، دیگه روز بگه که اینکه دیکتاتوری شد. اینکه در مقابل این حکومت قیام واجب است بر تک تک مسلمان ها. خریب استاد عزیز، این همه بستر ملت تاجیک آمده است. حجاب منع شده است، نماز خواندن آشکار منع شده است. ببینید خواهر گرامی، مثلا 20 سال پیش این سختگیری نبود، درست است؟ 15 سال پیش آیسته آیسته گفتن مدارس دینی رو ببندید، مردم هیچی نگفتن. پس آن 10 سال پیش آمدن گفتن که مسجدها را بسته کنید، مردم چیزی نگفتن. 8 سال پیش آمدن گفتن ریشا رو بتراشین، مردم چیزی نگفتن. 5 سال پیش آمدن گفتن که سطر را بردارین، مردم چیزی نگفتن. آیسته آیسته آمد همه قانون کفری را در مملکت اجرا میکنه، چون از روز اول مردم اعتراض نکردن. اگر ملت اعتراض میکرد کامیاب نمیشدن. ما پشت و پناه نداریم در پس ما، کسی مردهایی نیست که به ما دستگیری کند و این کار رو از بین برن. هیچ کس همه به مقابل ما میخیزن. الله المستعان. الله سبحانه و تعالی شر این ظالمین و ستمگران را از سر ملت تاجیکستان دور بکند. در حق ما مردم تاجیکستان بسیار استادی عزیز دعا کنید. الله به حد سخت از نه در بازار نه در دکترها در هیچ جا ما سفر کرده آزار در اومده گشته نمیتونیم. همه رو از تخگیری آنها حتی به آنجا سفر کرده هم نمیخواهیم. درست. و بازار و به دکتر رفتن تماما برای ما سخت شده است. ببینید الله متعال میفرماید که اما یجیب المضطر اذا دعا، کیست که دعای انسان درمانده را بشنود و اجابت بکند. ببینید گاهی اوقات ما یک نکته رو در زندگی ما بهش توجه نمی کنیم که شاید دعای شما در نیمه شب جای نماز بندازید، 2 رکعت نماز بخوانید، به درگاه الله اشک بریزید و بر علیه این طاغوت دعا بکنید، والله دعای شما از بمب اتم هم سخت‌تر است برای اینها. و الله متعال اینها را گرفتار عذاب خواهد کرد ان شاء الله. سلامت باشید. سلامت باشید خواهر گرامی. خداوند عمر شما را دراز و همه وقت شما را با ما در بالای سر ما مومنان نگهدار. سلامت باشید. تشکر از شما. الله المستعان. همین است. ببینید وقتی که انسان تن داد به ذلت، وقتی که انسان تن داد، ببینید چیکار کردن. از یک طرف داعش رو به وجود آوردن، یک سازمان گروه استخباراتی که می جوانهای دیندار با غیرت، اینا رو چی کردن؟ برید داعش، برید راه رو برشان باز کردن، فرستادن سوریه، فرستادن عراق. از یک طرف اینا رو از سر خودشان چپ کردن. بعد از اون هر قانونی که گذاشتن، هر عملی رو که انجام دادن، ملت اعتراض نکرد، تا اینکه الان شروع کردن دوباره جبر و ظلم و ستم رو. و از این هم بدتر میشه. باور به خدا بکنید که از این هم بدتر میشه. من در برنامه‌ای که در مورد تاجیکستان داشتم، اگر به یاد داشته باشید 8 سال قبل گفتم امروز اگر در مقابل این قوانینی که اینها بالای شما مثلا میگه ریش نگذار و مسجد نرو و فلان نرو، این را قبول کردید، فردا روزی خواهد آمد که از این بدترش رو هم سر شما بقبولانند و اون وقت هیچ کاری کرده نمیتوانید. فکر نکنید که نه فردا اگر بگوین که مثلا شما به خدا کفر بورزید، به رسول الله فوش بدهید، ما قبول نمی کنیم. نه شما قبول کردید الان به یک مرحله رسیدید که برده شدید، غلام شدید. الان دیگه کاری کرده نمیتوانید. الان اگر بگه که هر تاجیک اگر به الله و رسولش کفر نورزد، ما اون رو مثلا شهروندیشو میگیریم. با حرف این مردم میان میکنن این کارو، چون الان خلاص به حدی رسیدن که دیگه ذلت و خواری رو خداوند ببین چرا الله متعال میگه که بر ران علی قلوبهم، گرچه این در مورد گناه هست اما خیلی مسئله جالبی است. میگه قلب‌هایشان زنگار گرفته است. یک گناه میکنی یک نقطه سیاه در قلبت، 2 گناه میکنی 2 نقطه سیاه، 3 گناه 3 نقطه سیاه. هرچی گناه بیشتر میشه این نقطه های سیاه بیشتر. یک وقت میشه که همه قلب سیاه میشه.
مثل آهنی که زنگ بزنه، میگه بر ران علاقه قلبهایشان رو زنگار گرفته است. بعد از اون میشن چی؟ سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. کر و گنگ و کور و لال میشه دیگه، هیچ اینا قابل برگشت و هدایت نیستن. فباید در مقابل هیچ کس، ببینید این هر بشری، هر انسانی حق داره. هیچ حکومتی حق نداره که آرای یک شخص رو بر بالای همه ملت بقبولانه. الله المستعان. یک موضوع دیگری رو هم دوستان عزیز خیلی کوتاه من در اینجا خدمت شما عزیزان توضیح میدم. در هفته‌ای که گذشت در برنامه جناب استاد سادات که از آلمان برنامه دارن به نام امت وسط، یکی از بیننده‌های ایشان که حاجی صاحب خطابش میکردن آمد گفت که انصاری گفته که احناف مانند گاو و گوساله هستن و جایشان طویله است و فلان است. بعد از اون بیننده دیگری تماس گرفت و خلاصه بر اساس حرفایی که این بیننده زده بود شروع کرد به فحش دادن و تهمت و اهانت. و بعد از اونم جناب استاد سادات یک سری حرفایی زدن که من نمیخوام در مورد حرفای ایشان صحبت بکنم، الله سبحانه و تعالی سر تقصیراتشان بگذره. بعد من برایشان پیام دادم چون آخر برنامه بود و چند بارم که تماس گرفتم تلفنشان مشغول بود. پیام فرستادم که جناب استاد شما در برنامه‌تون بیننده‌تون همچین یک تهمتی به من زده و آیا می شود که از ایشان خواهش بکنید که این کلیپی رو که در مورد همین بهتان و تهمتی به من زدن برای من بفرستن، برای شما بفرستن، شما برای من بفرستید، شما با استاد سادات از طریق واتساپ تماس دارم. هر چقدر که اختلاف رأی و نظر و فکر و منهج داشته باشیم، ایشان برادر بزرگوار هستن، استاد هستن و به ایشان احترام داریم. یک دعوتگری هستن، در جای خودشان مفید واقع شدن برای افغان‌ها خاصتا در اروپا. به هر صورت ایشان جواب دادن که چشم انشالله در برنامه بعدی یا امشب گفتن چی صحبت میکنم و از ایشان کلیپ رو میخواهم. و من دوباره پیام دادم که موضوع برای من خیلی جدی است چون یک تهمت خیلی بزرگ است که من گفته باشم حنفی‌ها مثل گاو و گوسفند و چیز هستن و جایشان طویل است و حضرت امام ابو حنیفه رو حیوان خطاب کرده باشم و از این تهمت ها. تا امروز منتظر بودم، چیزی نفرستادن و دیشب من فکر کنم برنامه داشتن که این نه بیننده‌هاشون اومدن، من به ایشان نوشته بودم که بعد بیننده‌تون یا دلیل بیاره یا بیاد معذرت بخواد. بعد متاسفانه از بعضی از دوستان شنیدم که خود جناب استاد سادات هم این کلیپ رو برای بعضیا فرستادن، بعضی از دوستان من حتی برای اونها فرستادن که ببینید که آقای انصاری چی میگه. من اولا عنوان این کلیپ رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. دوستان اگه صفحه مانیتور من رو نشون بدن، یک قسمتی ویدیو هست از من که در بالایش نوشتن احناف گمراهتر از حیوانات. انصاری 2 نقطه: احناف به جای قال رسول الله قول مذهب را حجت میدانند، به جای قال الله و قال رسول میگویند قال مذهبی و قال امامی، بدین دلیل از حیوانات گمراهترند. این حرف‌ها رو اینجا روی کلیپ نوشتن، خواستن این عنوانش که احناف گمراهتر از حیوانات. طبیعتاً هر کلیپی که برای شما میرسه، شما مجردی که چیز میبینید، به اصطلاح عنوان رو میبینید نوشته احناف گمراهتر از حیوانات، فکر میکنید که خلاص محتوای کلیپ همین است. کم مردمی پیدا میشن که کلیپ رو بشنون و کمتر از آنها کسانی هستن که برن تحقیق بکنن و ببینن که این کلیپ اصلش کجاست، منشأش کجاست، از کجا اصطلاح قطع و برید شده، کی درست کرده. اینا رو متاسفانه ما مسلمان‌ها اکثرا در پیش نمیگردیم. یکی از ملحدین میگفت ما هر وقت کلیپ رو بخوایم بر علیه مسلمان‌ها ثبت بکنیم، میگفت یک چیز رو ثبت میکنیم بعد میفرستیم به یک مسلمان احمق، بعد اون خودش میگیره اینو پخش میکنه در بین مردم. چی میگه؟ ببینید که این ملحد چه گفته است. میگه اینطوری میگه ما کلیپ هامونو در بین مسلمان ها نشر میکنیم. اما اینکه یک مسلمان بیاد یا به نام مسلمان حاجی بیاد همچین کلیپی رو اصل قرار بده و همچین عنوانی رو حالا ایشان گذاشته، هر کسی که گذاشته،
بر اساس این توهین بکنه، اهانت بکنه، تهمت بزنه، این واقعا جای تاسف است. این کلیپ رو کی درست کرده؟ الله اعلم. شیعه درست کردن، صوفیای سیفی درست کردن، یا هر کسی درست کرده. المهم این کلیپ رو درست کردن و در بین مردم پخش کردن. دوستان عزیز، خوب با دقت این کلیپ رو گوش کنید، ببینید که این کلیپ، یعنی در هیچ جای این کلیپ گفته نمیشه که احناف گمراهتر از ایوانات هستن، یا گفته نمیشه که احناف به جای قال الله و قال رسول مذهب را حجت میدانن. از ذکر احناف نیست، گفته میشه که هر کسی که، یا کسی که. کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله در مورد این بیشتر صحبت میکنیم. امروز ما به شما میگیم که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگید که نه، برای ما قول امام اعظم حجت است، برای ما مذهب حجت است. پس این همین است که این گمراهی است، این ضلالت است، حرام نیست بلکه باطل است. کسی که قال الله و قال رسول را رد میکنه و میگه که قال مذهبی و قال امامی، این از بز و گوسفند و گوساله هم گمراهتر است. دوستان عزیز، آخر این کلیپ متوجه شدید چرا تصویر رو، فیلم رو به اصطلاح نگه داشتن و یک عکس رو گذاشتن، حرکت نمیکنه، فقط صدا است. چون که اگر اون رو میگذاشتن برای مردم آشکار میشد که این صحبت رو من در کجا کردم و در مقابل چه کسی کردم. این صحبت در یک مناظره ای است با مفتی جاوید حنفی. مخاطب من در این صحبت ها ایشان هست و همونطوری که دقت کردید که در هیچ جای این کلیپی که خود اینا پخش کردن گفته نمیشه که احناف یا حنفیا، گفته میشه کسانی که میگن. خب یک بار دیگه دقت بکنید اینجا. حرام نیست بلکه باطل است. کسی که قال الله و قال رسول را رد میکنه و میگه که قال مذهبی و قال امامی، این از بز و گوسفند و گوساله هم گمراهتر است. کسی که قال الله و قال رسول را رد میکند و میگوید قال امامی و قال مذهبی. شما رو به خدا بینندگان عزیز، بعضیاتون با من دوستید، بعضیام به دید دشمن به من نگاه میکنید. آیا این صحبت من، مخاطب من احناف هستن؟ و آیا یک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، هر کسی که میخواد باشد، میخواد خود ائمه مذاهب اربعه باشند، محمد ابن عبدالوهاب باشد، ابن تیمیه باشد، هر کسی که باشد، اگر بگوید، یک انسانی بگوید که من قال الله و قال رسول را قبول ندارم، من قال امام فلانی رو و قال فلان مذهب رو قبول دارم، این انسان مسلمان است یا نیست؟ یقین دارم که چه دوست من باشید چه دشمن من باشید، میگویید که هر کسی که قال الله و قال رسول را قبول نکند و قال فلان امام و قال فلان مذهب را قبول بکند، این انسان اصلا مسلمان نیست. ببینید حتی الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. در اسلام مجامله نیست. ای پیامبر، اگر تو هم شرک بیاری، یعنی با خداوند کسی را شریک بیاری، اعمالت نابود میشه، از جمله زیانکاران میشی. پس در اسلام شرط ما چی هست؟ اطیع الله و اطیع الرسول. از الله و رسولش باید چیکار بکنیم؟ اطاعت بکنیم. بعد از الله و رسول اولی الامر ذکر میشه، اما اطاعت ذکر نمیشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چرا در نمیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم؟ چون که اطاعت اولی الامر که علما باشن، حکام باشن، ائمه مذاهب اربعه باشن، هر کسی که میخواد باشه، در صورتی ما از اونها اطاعت میکنیم که اونها از الله و رسول اطاعت بکنن. خب الان این کلیپ رو با این روش خبیثانه و منافقانه و شیطنت آمیز یک انسان بیشرف و بیوجدان و بی‌حیا بیاد این رو درست بکنه و یک استاد، یک مسلمان که خودشو مسلمان میگه، بیاد این رو پخش بکنه. من نمیدونم این وقتی که میره در خانه سرشو به بستر میذاره از خودش خجالت نمیکشه؟ بابا جان، مرد هستی، غیرت داری، مردانگی داری، این شماره تلفن من، این برنامه، بیا اینجا زنگ بزن با من صحبت بکن. خباثت و منافقت یعنی چی؟
من در مورد هر کی صحبت کردم، هر کی با هر کی مناظره کردم، هر کی رو رد کردم، برنامه‌ش آوردم، کلیپش آوردم، کلامش آوردم، کتابش آوردم، ردش کردم. بیایید مرد باشید، حداقل مردانگی داشته باشید. من به اسلام و ایمانتان کار ندارم، به دین و مذهبتانم کار ندارم، حداقل انسانیت داشته باشید. بعد این کلیپ رو به پیمان وسیع نشر کردم. ببینید اکثر مردم، مغز انسان اینطوری است، وقتی یه چیزی رو خواند کل اون مطلبی که در داخل هست رو بر اساس همان عنوان بر او حکم میکند، در حالی که در اینجا حالا این صحبت در کجاست و چرا این صحبت شده و چرا در آخر این کلیپ میبینید که اونجا تصویر من رو عکس گذاشتن و تصویر رو نشان نمیداد. چون اگر تصویر رو نشان میداد اونجا تصویر مفتی جاوید حنفی بود و همه میفهمیدن که بالا این صحبت ها در مناظره با ایشان هست و دستشان رو میشد. به خاطر همین چیکار کردن؟ این رو صدا رو در اونجا روش چیز گذاشتن. حالا اصل کلیپ رو من خدمت شما عزیزان پخش میکنم تا خباثت و شیطنت و منافقت این جماعت مدعی اسلام رو خدمت شما عزیزان نشون بدم که چطور حاضر هستن، مانند شیعیان. یعنی شیعیان یکی از صفاتشون این است که حاضر هستند به مخالفشون هر تهمتی رو نسبت بدهند. این صحبت‌های من هست در مناظره با آقای حنفی. کی دلیل بود؟ قرطبی شریفه میره بیان کرده، تفسیر مدخل بیان کرده و احکام القرآن جناب مفتی صاحب بیان کرده. وقتم تمام است. آقای انصاری شما تمام است جناب مفتی صاحب، وقت شما تمام است، وقت شما تمام است. خواهشاً در وقت خودتان صحبت بکنید برادر عزیز بزرگوار. من حقیقتا دیگه باید تصمیم بگیرم که بعد از این شما رو مخاطب قرار ندم، بینندگان رو مخاطب قرار بدم، چون که از این حرفا و صحبت‌های اشتباهی که شما کردید و برداشت‌های نادرستی که کردید، شما یکیش هم جواب ندادید. یعنی میاد یک مطلبی رو میگید، بعد رهایش میکنید و یک صحیفه جدید باز میکنید و یک مطلب جدید بیان میکنید. من اینجا یادداشت کردم دوستان عزیزان، 3 صفحه شده است. اینجا مطالب نادرست رو جناب مفتی صاحب بیان میکنن. وقتی که میگیم که پاسخ بدید، صحبت بعدیشون پاسخ نمیدن، میچرخن پشت یک موضوع دیگه و یک مسئله دیگری رو بیان میکنن. این که مثلا اشتباه خواندن یک آیه قرآن کریم است. من در اینجا با شما موافق هستم، گاهی اوقات از پیش انسان اشتباه میشود، اما موضوع بحث ما این نیست. در قضیه اولوالامر من سوالات یک بار دیگر در این وقت خودم تکرار میکنم، امیدوارم که شما این رو جواب بدید. اولوالامر، اجماع مفسرین بر این است که اولوالامر بعد از این که بله علما هم اولوالامر هستند، میتوانند باشند، چون که در قضیه قضاوت و اینها، اما اولوالامر بیشتر به امرا و سلاطین نسبت داده شده، چون ما قبل و ما بعد آیه هم کلا در مورد حکم و سلطنت و برقراری عدالت و سپردن امانات به اهلش است. حتی اگر قضیه اطاعت از اولوالامر رو ما به اهل فقه و دین در اینجا چیز بکنیم، در اینجا هم قضیه واجب بودن تقلید یک شخص و یک مذهب در اینجا ثابت نمی شود. مشکل ما با شما این است برادر عزیز و بزرگوار، شما هی طرفه میرید از مسئله حاشیه میرید و جواب نمیدید. ببینید امام ابو یوسف و امام محمد شیبانی در این کتابی که در اینجا تقریبا در حدود 400 صفحه است، شما فکر نکنید که در اینجا آمدن اینا اجتهادات جدید کردن. اینا اجتهادات امام ابو حنیفه رو رد کردن. اجتهادات امام ابو حنیفه رو رد کردن. ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه گفته که حرام است، اینا گفتن حلال است. آنجا گفته که حلال است، اینا گفتن حرام است. دلیلشان هم استناد یا به امام شافعی بوده، یا به حدیث، به یکی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، یا به یکی از روایاتی بوده که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینا ثابت شده. اینا شما سیانمایی نکنید، مردم رو فریب ندید که والا اینا مجتهد شدن، شما مثل اینا مجتهد بشید بعد بیاید داخل مذهب. اینا داخل مذهب اجتهاد نکردن، اینا رأی امام اعظم رد کردن. امام ابو حنیفه رو گفتن اشتباه کرده، غلط گفته. امام محمد شیبانی و امام ابو یوسف گفته که امام ابو حنیفه رحمه الله در این مسئله اشتباه کرده، به خطا رفته.
اجتهاد نکردن اینا قول رسول الله صلی الله علیه و سلم رو محکم گرفتن و قول امام ابو حنیفه رو به دیوار زدن، چون که به حرف امامشان عمل کردن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که هرگاه که حدیث صحیح به شما رسید مذهب من است، حدیث صحیح به شما رسید مذهب من رو به دیوار بزنید، قول من رو به دیوار بزنید. اینا نه تنها از امام ابو حنیفه، از همه ائمه بزرگوار اهل سنت ثابت است. امروز ما به شما میگیم که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگید که نه، برای ما قول امام اعظم حجت است، برای ما مذهب حجت است. پس این همین است که این گمراهی است، این ضلالت است، حرام نیست بلکه باطل است. کسی که قال الله و قال رسول را رد میکنه و میگه که قال مذهبی و قال امامی، این از بز و گوسفند و گوساله هم گمراهتر است. چون که الله سبحانه و تعالی به امین آیتی که شما استدلال میکنید که اولو الامر در اینجا واجب است اطاعت از امام مذهب، قبلش میگه که اطیع الله و اطیع الرسول. پس اطاعت از الله و رسول در اینجا چی است؟ واجب است. و برای وجوب و حرام بودن قبول قول غیر در مقابل قول الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 36 چی میفرماید؟ دوستان عزیز مانیتور کامپیوتر مرا نشان بدن. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. هیچ مرد و زن مؤمنی را جایز نیست، حرام است که انگامی که الله و پیامبرش به کاری حکم بکنن آنها در کارشان بگن که والا ما اختیار خودمان را داریم یا از مذهبمان پیروی میکنیم. هر کس که الله و پیامبرش را نافرمانی کند به راستی که گمراهی آشکار گرفته. صحیح بخاری را میاری، حدیث رفع الیدین میاری، حدیث آمین به جهر میاری، رد میکنن قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن در مذهب ما رفع الیدین نیست، در مذهب ما آمین به جهر نیست. من نمیخوام وارد قضیه رفع الیدین آمین به جهر شم که درست است یا درست نیست، اصلا ابدا. اما در امین کتاب صحیح بخاری که اصح الکتب بعد القرآن الکریم است، در امینجا رفع الیدین ثابت است، آمین به جهر ثابت است. اما چرا شما متابعت نمی کنید از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چون در مذهب گفته. پس در اینجا قول مذهب رو بر قول الله و رسول ترجیح دادن نیست. ما لکم کیف تحکمون؟ پرسیدم که مذهب صحابه و تابعین چی بود؟ جواب ندادن. ما 100 و چند هزار صحابی داریم، در بین 100 و چند هزار صحابی بیارید که یکیش گفته باشه که من عمری هستم یا بکری هستم یا علوی هستم یا عثمانی هستم. هر جایی که هر کس سوال برش مشکلی همه صحابه که علم نبودن، همهشان که مجتهد نبودن، همهشان که اهل استنباط از قرآن و سنت نبودن، مشکلی برشان پیش آمد خوش آمد، پیش ابن عمر میرفتن، پیش ابن زبیر میرفتن، پیش عایشه رضی الله تعالی عنها میرفتن، پیش ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و پیش هر کس از صحابه که بود میرفتن. همچنین در بین تابعین ما نداریم مذهب مثلا مسیبی، مذهب مثلا فلانی، مذهب فلانی نداریم. بیارید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ثانیا گفتم در 3 قرن اول بعد از وفات امام ابو حنیفه شما یک نفر از علما را بیارید که گفته باشه که مذهب من حنفی است، احمد ابن محمد ابن علی ابن فلان الحنفی. امروز اگر که ما در کتاباشون نامش نوشتند که در زیرش لقب حنفی بشن، لیکن خودش نگفته که حنفی است. ما در 3 قرن اول هجری یک عالم شافعی نداریم، یک عالم مالکی نداریم، یک عالم حنبلی نداریم، یک عالم حنفی نداریم. همه این بدعت‌های حرام بعد از در اوایل قرن 4 شروع شد که تعصب مذهبی که باید حتما پیرو یکی از مذاهب باشه. در مورد تفسیر قرطبی به جایی که به اصل موضوع بپردازید بازم حاشیه رفتید و اصل جواب من رو ندادید. امام قرطبی میگه که امام قرطبی مالکی میگه که برای کسی اگر مشکلی پیش آمد سوالی داشت بره در پیش عالم زمان خودش و مکان خودش، در شهر خودش پیش عالمش بره، از او فتوا بگیره و حرفی او را قبول بکنه مادامی که دلیل از قرآن و سنت داشته باشه. بله دوستان، خب این مناظره طولانی بود. ببینید که از بین این چند ثانیه ای رو انتخاب کردن و چه عنوانی رو سرش گذاشتن و در بین مردم پخش کردن. من یک سوال دارم از جناب استاد سادات و 2 بیننده‌ای که در اون برنامه هرچی از دهنشان آمد به من گفتن. اولا وظیفه شما به عنوان یک انسان مؤمن، به عنوان یک مسلمان این است که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جناب استاد سادات قبل از این کلیپ من رو برای دیگران بفرستید، از طریق واتساپ بگید ببینید که انصاری چی گفته، برای من بفرستید. مثل که من از شما میپرسم
شاید شما هر چقدر از من بدتان بیاد، اما من و یک موضوع بسیار با ادب بسیار جناب حضرت استاد، حالا احوال شما خوبید، امیدوارم حالتون خوب باشه، این چنین موضوعی پیش آمده، چی است اصل قضیه؟ بپرسید و حتما جوابتان را خواهم داد. نه اینکه بگیرید این رو پخش بکنید در بین مردم، این زیبنده و شایسته شما نیست. ثانیاً سوال دیگر من از جناب سادات صاحب و دو بیننده عزیزشان این است که کسی که حرف من این است، کسی که حرف الله و رسول، قال الله و قال رسول رو قبول نداشته باشه، بگه من قال الله و قال رسول رو قبول ندارم، قال فلان امام، قال فلان مذهب رو قبول دارم، این انسان مسلمان هست یا مسلمان نیست؟ لطفاً این رو برای من جواب بدید. دوم این که چرا یکی از دوستان میگه خب چرا اینجا گفتی که اینها از گاو و گوساله و بز و حیوانات هم بدتر هستند؟ الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف میفرماید، دوستان عزیز اگر این رو نشون بدید، لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الماء، اگر میخواستیم آنها را مقام میدادیم، بلند میکردیم، ولکن اونها خواستن که همین گونه در زمین خار و ذلیل بمانند. و تبع هواه فمثله کمثل الکلب، از هوا و هوس خود پیروی کرد، مثال او مثال سگ است. آیه بعد میگه که ساء مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، چقدر زشت است آن کسی که آیات الله را تکذیب بکنن و برن چیزای دیگری رو بگیرن. و آیه بعدی میگه و من یهدی الله فهو مهتدی، کسی که الله رو هدایت بکنه او هدایتگر است. و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، کسی گمراه شود این انسان گمراه است. تا میرسه به این آیت که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما بسیاری از جن و انس را چیکار کردیم؟ در جهنم انداختیم. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، قلبهایی دارن که قلبهایشان بیدار نیست. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما بصیرت ندارن. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن اما حرف خوب رو نمیشنون. اولئک کالانعام، اونها مانند چارپایان هستن. چارپایان کیا هستن؟ گاو، گوساله، الاغ، همین حیواناتی که به چهار پا راه میرن. اولئک کالانعام، اینها مانند چارپایان، بل هم اضل، بلکه از چارپایان هم گمراهتر هستن. اولئک هم الغافلون. کسی که قال الله، در تفسیر این آیات، چون وقت برنامه به پایان رسیده، کارگردان عزیزم داره چپ چپ نگاه میکنه، در تفسیر این آیه اکثر مفسرین میفرمایند که این در الله به کیا میگه که آنها مانند چارپایان هستن بلکه گمراه تر هستن؟ کسانی که قال الله و قال رسول رو با دلایل و برهان برایشان بیاد و رد بکنن، اینها از حیوانات هم گمراه تر هستن. آیه بعدی در سوره فرقان است که الله سبحانه و تعالی در آیه 44 سوره فرقان میفرماید ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا فکر میکنی اکثر اینها میشنوند، عقل دارن؟ این هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینها مانند چارپایان هستند، اینها مانند چارپایان هستند، بل هم اضل سبیلا، بلکه گمراه تر از چارپایان هستند. در تفسیر این آیه که برید جناب استاد عزیز و بینندگان گرامی بخوانید، این آیه در مورد کسانی است که از هوا و هوس خود پیروی میکنن. مثلا آیه قبلیش ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی را که خدای خود را هوا و هوسش گرفته بود؟ یعنی چی؟ خود به جایی که الله یگانه را بپرستد، هوا و هوس خود را به خدایی گرفته است، یعنی از هوا و هوس خود پیروی میکند. الله سبحانه و تعالی وقتی این آیه را نازل کرد، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، آنها کشیش‌های خود را، راهبان خود را خدایانی غیر از الله متعال گرفتند. عدی ابن حاتم که یکی از صحابه بود، مسیحی بود، اول آمد گفت یا رسول الله، من این آیه برای من یک مشکل ایجاد کرده. فرمودن چی مشکل ایجاد کرده؟ گفت که یا رسول الله، من مسیحی بودم، ما کشیش‌های خودمون رو خدا نمیدانستیم، علمای خودمون رو خدا نمیدانستیم،
این آیه یعنی میگه که شما علمایتان را، کشیشانتان را خدا میدانستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر که او را بفهمانند معنی خدا گرفتن، غیر خدا کسی رو پرستش کردن چی است، فرمودن آیا اگر چیز حلالی را حرام میکردن از اونها پیروی میکردید یا نه؟ فرمود که بله یا رسول الله. گفت اگر چیز حرامی را حلال میکردن از آنها پیروی میکردید یا برعکسش؟ فرمود که بله یا رسول الله. فرمودن که همین از پرستش. ببینید کسی که در مقابل قال الله و قال رسول از هوا و هوس خود پیروی بکند، الله متعال میفرماید که ارایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی هوا و هوس خود را به خدایی گرفته باشد؟ بله، کسی رو که در مقابل قال الله و قال رسول از هوا و هوس خودش پیروی میکند. هوا و هوس چی است؟ تعصب مذهبی، تعصب به فلان امام، تعصب به فلان شیخ. و این تنها خاص برای حنفی نیست، امکان داره شافعی، حنبلی، سلفی، هر کسی باشه. سلفی است که ربیع بن هادی المدخلی رو خدا مثل خدا میپرسته، هر چی که ربیع بن هادی المدخلی بگه حلال است، هر چی که او رد بکنه حرام است. این کسی است که ربیع بن هادی المدخلی رو به جای خدا داره میپرسته. این حقیقت است، ولو که سلفی باشه، ولو که بگه من پیرو سلف صالح هستم، ولو که بگه من از جماعت دعوه الی القرآن و سنت هستم. هر کسی که باشه، این مختص یک مذهب و گروه خاصی نیست. هر مسلمانی که در مقابل قال الله و قال رسول بیسته و بگه من قال الله و قال رسول رو قبول ندارم، قال فلان و علان رو قبول دارم، این نه تنها از گاو و گوسالم گمراهتر است. طبق آیه قرآن این هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینها نیستند مگر مانند چارپایان، بلکه از چارپایان هم گمراهتر هستند. کسی که اینطوری حرف بزنه از حیوانات هم گمراهتر است، منافق است، مرتد است و کافر است. کسی که قال الله و قال رسول رو رها بکنه، قال فلان و قال علان رو قبول بکنه. اینو به خاطر وضاحت این امر در اینجا خدمت شما عزیزان بیان کردم. در سوره بقره آیه 170-171 الله سبحانه و تعالی میفرماید که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. وقتی اونا بگی که بیاید راه قرآن و سنت رو پیروی بکنیم، میگه نه، ما راه پدرانمون رو پیروی میکنیم. آیه 104 سوره مائده میگه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباؤنا. وقتی با آنها بگویی که بیایید الله و رسول رو پیروی بکنید، بس است برای ما همین چیزی که پدران ما انجام میدادن، نه پدر ما بوده دمین رو، ما هم دمون را هستیم. در آیه 74 سوره شعرا میگه قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما پدران ما این کارو میکردن، ما هم این کار رو انجام میدهیم. سوره لقمان آیه 21 و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. اگر به اونا بگیم بیاید از الله پیروی بکنیم، میگن نه، ما پدران ما رو به این راه یافتیم، ما از اونا پیروی میکنیم. در سوره زخرف آیه 22 بل قالوا ان وجدنا آباءنا على امه و انا على آثار مهتدون، گفتن که ما پدران ما پیرو یک انسانهایی بودند، پیرو یک امتی بودند، ما هم از اونا پیروی خواهیم کرد. زخرف آیه 23 این وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثار مقتدون، ما به پدرانمان اقتدا میکنیم چون که اونا از یک امت دیگری اقتدا میکردن. ببینید تقلید کورکورانه این است. همه این آیاتی که خواندم برای شما در مورد کفار نازل شده، همه این آیات در مورد کفار نازل شده. این نیست که این آیه برای کفار نازل شده باشه خلاص ما فقط بخوانیم با صدای خیلی خوش و بیش عمل نکنیم. ما باید این را بخوانیم و بهش عمل بکنیم. همانطوری که کفار به خاطر اینکه از پدرانشان پیروی کردن و گمراه شدن و مستحق عذاب الهی گردیدن، ما هم اگر بدون دلیل، بدون برهان، در مقابل حالا کلیپ درست نکنن، اون قسمت رو بگیرن بعد اینو ولش کنن، کسی که از آبا و اجدادش میگه پیروی میکنم، از فلان مذهب و فلان امام پیروی میکنم و من به قال الله و قال رسول کار ندارم، مستحق عذابی که در همین آیات ذکر شده هست این انسان هم میگردد. چرا؟ چون انسان نباید بدون دلیل و برهان از آبا و اجدادش پیروی بکند. ما پیرو پدر و پدرکلان و جد و آبادمون که نیستیم، ما پیرو الله و رسول هستیم.
بعدش هم من یک نقطه پایانی رو در اینجا ذکر کنم خدمت شما عزیزان که همه امامان مذاهب اهل سنت در مقابل تقلید کورکورانه، در مقابل تعصب مذهبی ایستادن و مردم رو گفتن که از ما پیروی نکنید اگر برای شما قال الله و قال رسول آمد، اگر حدیث صحیح برای شما آمد مذهب ماست، قول ما را به دیوار بزنید. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی میگه؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. رد المختار على درر المختار جلد 1 صفحه 68 میگه اذا صح الحدیث فهو مذهبی. هرگاه حدیثی به مرتبه صحت رسید مذهب من است. امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه چی میگه؟ لا يحل لأحد ان یأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. به کسی این اجازه و حق نیست که قول ما را، فتوای ما را بهش عمل بکنه در حالی که نمیداند ما از کجا آوردیم، دلیل ما چی است. ارشاد النقاط الى تيسير الاجتهاد الصنعانی صفحه 145، ایقاد الهمم اولی الابصار صفحه 53. ببینید و در جای دیگه میگه که و اذا قلت قولا، امام ابو حنیفه میگه و اذا قلت قولا يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وخبر رسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، ایقاد همم اولی الابصار صفحه 62. امام ابو حنیفه میگه که و اذا قلت قولا حرفی زدم که مخالف قرآن و سنت بود و حدیث پیامبر برای شما رسید، قول من رو ترک بکنید. انا میگه من حنفی هستم. خاک بر سر تو حنفی نیستی، تو پیرو به هوا و هوست هستی. اگه پیرو به امام حنیفه میدی، به این حرف امام حنیفه باید قبول بکنی، عمل بکنی. بعد از این حدیث هم، این روایت هم از امام ابو حنیفه، امام ابن عبدالبر روایت میکنه که امام ابو حنیفه فرمودن که اذا صح الحدیث و کان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده أن كون حنفيا بالعمل به فقد صح أن أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. این مطلب در کجا آمده؟ نقل عنه ابن عابدين في حاشية رد المختار على درر المختار شرح تنویر الابصار در مقدمه کتاب جلد 1 صفحه 68. امام میگه که، ابن عابدین میگه که اگر کسی حدیث صحیح به او رسید و به او عمل کرد، این به معنی نیست که لا مذهب شده، بی مذهب شده، از مذهب حنفی خارج شده. چرا که خود امام حنیفه میگه که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اگر حدیث صحیح به شما رسید، به پایه صحت رسید، مذهب من است. بعض بقیه امامان این مسئله ذکر شده که امام مالک میفرماید که انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا في رأي فكل ما وافق كتاب الله وسنته فخذوا وكل ما لم يوافق كتاب والسنه فاتركوا. این رو در الموافقات جلد 4 صفحه 289 ذکر میکنه که من یک بشر هستم، شاید جای اشتباه بکنم، شاید جای خطا بکنم، رأی نظر من را ببینید. اگر موافق قرآن و سنت بود بگیرید، مخالف قرآن و سنت بود ترکش بکنید. و همچنین از بقیه ائمه هم مثل همین روایت شده. میفرماید که ما من احد الا وتذهب عليه سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم و تعذب عنه فمهما قلت من القول، هرچه حرفی که مذهب امام شافعی میگه، او اصلت من اصل فيه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ما قلت فقول ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو قولی. میگه که این در کتاب اعلام الموقعین جلد 2 صفحه 204 میگه که هر وقتی که میگه هر کسی حرفش گرفته میشه و رد میشه الا رسول الله صلی الله علیه وسلم. گاهی اوقات اگر من حرفی زدم و این حرف اصلی در حدیث پیامبر بود، اوکی. اگر نبود و برای شما حدیثی رسید، روایتی رسید، قولی رسید که اصلی در حدیث پیامبر دارد، قول من را رها بکنید و آنچه که مطابق حدیث است، مطابق سنت است، آن را بگیرید. و همچنین
از امام شافعی این هم روایت شده که اذا وجدتم في کتاب خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقولوا بسنه سنت رسول الله و دعوا ما قلت. میگه که اگر در کتاب من قولی را پیدا کردید خلاف سنت رسول الله، سنت رسول الله را بگیرید و قول من را رها بکنید. الان من شاید 100 تا مطلب از ائمه مذاهب اربعه در مورد این که تعصب مذهبی نباید داشته باشه. آقا انصاری گفته که مردم نباید تقلید بکنن. بابا جان، من در مناظره‌ای که بود و همیشه این حرفم بوده که ما مخالف تقلید نیستیم. ببینید، مخالف تقلید نیستیم، مخالف تعصب هستیم. تعصب مذهبی به این معنی که آقا من حنفی هستم، طرف میاد برای من حدیث صحیح میاره که مخالف قول مذهب من است. در مذهب من گفته که آقا این مثلا سنت است. حدیث صحیح پیامبر میارن برای من که میگه نه این فرض است، واجب است. من باید این قول رو به دیوار بزنم و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بگیرم. بابا جان، برای من آیه میارن که قال الله تعالی کذا، الله متعال اینطوری گفته، طرف بیاد بگه نه امام ماتریدی اینطوری گفته، امام اشعری اینطوری گفته. قول الله برای شما مهم است یا قول ماتریدی و اشعری؟ این بود خلاصه حرفی که ما داشتیم و این کلیپی که بعضی انسان‌های منافق درست کرده بودن که الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکنه. الله متعال هدایتشون بکنه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان.